انا که همین ستیلکه همین باید من چه تا هم کامنت بمونم ولی من سلام و درودی به پایان مردم. امیدوارم که خوبین. کامنتاریا سلام و درود مردم. آواز هست نیست گویا بسم الله الرحمن الرحیم کنیم گویا که میشه و بکش کامera تاغنی کامera تا کشکو. السلام علیکم. بله این من داخل کرده استودیو. نیستی کجا اینجا؟ ام خیلی خوبه. چی بعد اونجا برو؟ اگر نه مثال همون آدم را من او آدم را من چه میبرم اینجا؟ بوده بله اونجا بجا بله همون عکسم بجا. بله عکس مجقی. اینجا دکاسه نشون میده. فهمو. بچه چی گپ شد؟ اینا نباید داخل کردیم. هاش تو تیپا برمدیه بودرمدیه؟ خدت مرا بروردی بخود داخل کردی ابرنا. فهمو. انا که همین یه چیز دیگه اینترس نیه که چون دبر ایمان مثال نمیبره. اخل بزبای بهترش همه خیلی باشه. بزپاسنی مردم ده همین تا خوبه نه؟ به همین خیلی خوبه بهتره و هم ستیل برنامه خوب میشود. در کار که در اکرام باید عکس دیگه بروی بزب میشه. تمام شد. نه من خیلی گیرون کردم برو اومد دیدی؟ تو کامera تا گیرون کنی اگر مترویه؟ اگر کامera من گیرون کنم در اکران میبرم. اگر که فقط صدام باشه در اکران نمیبرم. خیلی صحبت میکنم. فهمو تشکر زیاد. صدای من دوباره میشنوی؟ نه 100%. تمام بهترین. خیلی ان شاء الله خدا موفقت کنه. بازی هر دفعه دیگه همین تا در رمضان میگیری مثال. بله همه خیلی هر دفعه همه خیلی مدروی سر میتونید با تمام میشن. ملین انا مینا بود من ضبط میکردم. خیلی ان شاء الله که یکی یادش میگیرم. دسته بار میکنی ان شاء الله یادش میگیرم. بازی همینجا هم 63 نفر دوشون دو زمین راست باشه. بله همون 63 نفر که هستن اون حقیقت هستن. خوش اومده مردم. خیلی تشکر زیاد برادر عزیز کو یا بسم الله الرحمن الرحیم کنیم. همه خدمت مردم دعوت بکن ایو تیک توک ده اینجا ده آدمای با عقل و با سواد
اون تیک تاک در حقیقت احمقا جمع شدگن در اونجا اوه به سعودت دارن میشنن میلقن همین شده باز باشد همین و اینا خوبه کچیستوای همین نمیو که چخله باشه همین درباره کچ سومان گپ نزن که باردار اوریزرش هستم فقط یک فکر پیش بر وقتی که ای کچیستو قفای بگو اگر مردم کمکت کردن بعد میتونی که استودیو تا بخواد کنی برای استودیو رو بخواد کردن خیلی چیز کاره برای همین آه کلی در سرشوی شد که شوای تبگی چینوم داره این بچه را آخه من ترا کامیرا تبکش یا کسی دیگه اومده یا آدم فقط قبول کنم میتونم نه نه همه قبول کردن میتونی باز چون نه آدم نمیتونه برای اینکه اینترنتش ضعیفه نه قبولش کن این آدم کامیراش گیرون که کامیرا تبکش پس خواسته که کمر گیران باشه بدروش تمام آخه لین یا کوبیو چند نفر شدن استودیو سلام علیکم از استودیو 80 نفر سلام علیکم آواز داره آواز ایمو را داره آوازی خود 100% این برادر آوازش میشه میشنه مرا کو بیا کو چی میگو بیا بفرما کو اگه برادر الماس قبل از اینکه خدا نگهبان تشکر زیاد قبل از اینکه برادر الماس سر بکنی اینجا در سطح مردم دیگه خیلی با مردم دیگه خیلی اینجا صحبت بکنم چون که از تیک توک فرق میکنه مردم اینجا افیر هوی تفیر مقصد بطمان کم آوزی یه بار دیگه نفهمیدم صحبت که افیر هوی تفیر کدام مقصد قطعی مقصد قدی که میخوام رئیس جمهور شوم مردم دعوت کنم آوازم بتیم در اکران کلام شد که برادر الماس اینا چقدر که من اینا کلون منم در اونجا انا باز یک چیز دیگه هست که هر دوتان در اکران ببینید اینا خیلی انا خیلی بهتره میخوای بیا برای مردم جواب کردن و دعوت کردن خوبه صحبت کنیم خواهد بفرما آخی شما میخوای برادر ما مقصد اختا نفهمیدیم خودت کی هستی اختا میتونین معرفی کنین و با چی مقصد داخلین افیر شدگی هستی و چی میخواهید افیر خودش مقصدی هوی کدام کدام سیستم آدم وقتی که یک افیر از سر داد پس بدونه که یک افیری که داخل شد پس بدونه که هدفش چی است برای چی این افیر داخل شده است پس تو زنشید این آدم خوب میشه که برای ما داخل افیر من یه آدم یکم بار دیده ایستم مثلا میدونم که خونه سیستم مثلا فلان میتونم همیشه میدونم پس از کجا از این برای خبردار شد ما همین نام چه تره خودت اینجا نویستگی ایکو نوم نویستگی ایکو برادر عزیز ترا آوازت کو پستای من خطا کو و چه نمیفهمم که چی میگوی برادر الماس برای اینکه آدما را از سود برآورده بتونی برای اینکه در سود از 12 نفر زیاد قبول کردن نمیتونی و اگر که از اون داخل نبرآورده چون اونا برای خودشون نمیبراین در همون بالای سه نقطه کمیج قیچ کارش منی سه نقطه کمیج که در مبنگیش بله مبنگیش هم بلاک نکنی با این شب یک کس دیگه هم جنگی که این چوی خیلی صورتی znaki وای برمده نمیتونه در مده چیه سلیمان دولتف بعضی آدما که هستن داخلش نمیتونن
چوبا نمیتونم؟ چون که اون میکروفون کمی میشه دست رو بدگی نیست اجازه دادگی نیست برای اون صحبت کنم میتونم. برادر سلیمان دولت و اگر ما بشنوی چکاره که اگه یکی نمیتونی درمده برو ریمه دگنی پلو بومو نمیبروی فهمید خودش برمه ساز بدای نیخه مایده خوب برادرم از موفقیت خداحافظ. خدا نگهبان تشکر زیاد من بازم سلام و درودی به پایان مردم اینک 206 نفر تماشا داره برادرای عزیز بزنه لایکاتونا همگی 8 لایک 10 لایک همینجا بزنه و یگان به همین سیلکه گذاشتگیم بیای خدمت بخوای صحبت مرحمت بیای صحبت کنیم برادر سلیمان دولت باید باری دیگه همتا چخلی اجازت دادگی نیستی نه تو غوریشی بیا سلام علیکم علیکم سلام خیلی حضرت تشکری زیاد ما هم نو بسم الله کرده میگیم یا دم دعای شما بگیریم اصلاح پلوس در یوتیوب رو آورده کنی انشالله که اصلاح پلوس 500 ها پلوس 500 کنه برادر کامیرا تگیرون که این آغاز دوباره اومد کن مردم ها بفهمون که ایمو پلوس 500 این است که هر خونه ده یک فرزند شاید 500 سومون میگیره اگر 10 فرزند داشته باشی 5000 سومون فهمونده است که زکولی کانال تا پرزیدنت اگر انشالله که آستا آستا آینامه من پروسته یکم روز مای تجربوی ای ویدیو من گفتم کنم این استودیوم چخیلی میتونم در مورد صحبت کرده میشه و ایفیر کرده میشه و همین خاطر انشالله که ایس پس یه برنامه خطی انشالله درباره موضوع صحبت می‌کنیم اینه اکا چی میگه اکا کپکش هست خوبی برادر عزیز وقت همجا افیر هوی کلی نومی چیه کیت خدت با کدوم مقصد افیر کلی من چی میگوی این عبدالخلیل وصیف راهبر حرکت سیاسی 500 پلوس دپوتات مردمی میخواهم که رئیس جمهور باشم میفهمی بیام مردم 500 سامانی بتیم معنی 500 پلوس میدونم معنی 500 پلوس بگو تو خودت برادر چند فرزند داری برادر که چند تا خدت در بیدوی خدت در وطن کدام طرف تایی عقبادیانم و خیلی علی ککه رد نتایی در جای در جو نیست تو مرا بگو خودت چند فرزند داری تو در کوری چه ما چند فرزند و خیلی معنی 500 پلوس برای تو میفهمونه که چند فرزند داری برای چند هم 500 پلوس چی معنی داری تو در کوری چه ما چند فرزند داریم ها کارم نباشه برو اگه ما قد تقال نزدیسم قطعی اقدام نه تو خودت میگوی 500 پلوس ما گپ زنیم که چیه دو رنگی من خطا نشون بیده در خطی رو بودم گفت زده من درم خطی رو بودم نه خما چی میشون بطرم خود تو هیچ کار نیستی که خطا همخیلی گاو بزنی 500 برادر عزیز تو میدونی که باز یک چیزت بگم تو میدونی که در همین لایف من برمدن تو خیانتکار حساب میشه رنگی من بوره تو میدونی همین چیزه اونه چه خیانت کار من حساب میشه تو قطعی من گفت تو میدونی که من کیم تو که یکم عزرائیلی عزرائیل در تاجیکستان هست عزرائیل در تاجیکستان هست برادر عزیز به شوخی این خیلی لایفایی که مردم میبروین دعوا یگان رئیس جمهوری مینن یا که سیاست پیش میبرن دقیقه گوش کن وقتی مردم یگان مردک بچه من برو تو اون گفزم کدوم
گاو میزنی آدمو چیکار میکنه رای میکنم دیگه من بی‌طرف من یک کردم من رای جمهور دفعه من عقل داری که ما چی نیست که به سواد بی‌طرف ریسپاندی تو فهمیدی میدونی که به طرف به شرف های. اوی تو گوسفند تو عقل نداری برای چی به عقل نداره؟ همین آدمی بی‌طرف به شرف هست. طرف نداری تو. تو بی‌طرف هیچ کی. آدمی بی‌طرف هیچ که نول. کوجه برادر دیگه اومده سلام علیکم کو اوست اوی که کو بفهمید ابو عبید سلام علیکم سلام علیکم بچه ابو عبید مخواه چیه اینا را میگوی که ای مسلمانو مردم شریف تاجیکستان وقتی که همین سری کلمه ندیده میتونه که گپ نزنه قطیما برای که مشکلی تو میشوه یا که بیو کامera تا بکشینه برادر سلیمان وره نه گوش کده برادر. همین 500 کیلومتر بفهمم برای مردم که ما رئیس جمهور شم حق کودکا جیدو کرده میشه. حکومتی نو فهمیدی؟ حکومتی نو سری هر یک کودکی شهروند تاجیکستان 500 سومون داده میشه. دو تا داشته باشی 1000 تومن میگیری، 10 تا داشته باشی 5000 تومن میگیری. دیگر راستی نمیری هم شیرپلی گرفته خورده خواب میبینی. سلام خوجی علیکم نالی هست. این پاد بسیار آدم نمیشته. نه خوجی نالی هست. اخبارات میکنه میگفته. استغفر الله استغفر الله. سلام علیکم این پرزیدنت خدا گفته که نعوذ بالله. این کدامی حاجیه اخی یا حاجی که این دم دورو زیلو و این بدبخت و خوب میشنه. آخه این بچه را که میگه که برارم آخه این تا یا خیر که یا بر دیگه ای بچه چی چیدم برام جامعه مقدمه تو یا بی‌سوادی تو شکار نمیکنی که دو افیر میکنی گاو تو چی میگویی تو یادم عقل نداری تو بی‌سواد تو سواد نداری تو همه گپای تو تو را خودت فهمم سواد بیچارگی داری بس بیا در برای سواد کسا گپ میزنی تو مرا تو تایی گپو را کردن اکو پول کو خانه زندگی تباه ای تو بچه چیکار وقتی که مینی تو یا یک نمونند کسی در دیگه تاجیکستان بیستی چی که تو آباد بکنی ترا یگان کس سر نکرده تو پدر نلت خود گرونه گرفته بتگی ای بچه ساز فهمیدی گپ زن بیطرفی بیطرف اینو با خدا بیطرفی تو پد بیطرف ای بیاره گیجو ببرو. میویان اینو با خدا من حیرون میشم ای بچه من همجا نه پدر شما را رسیدم نه مادر شما را بیای آدم واره صحبت کنه چیه با می برویجت ایجا با شما تیک توک های بدبختو اینو در تبا بسوادن که میگه که تو بسوادی آدمی بسواد میبرویم خیلی دشنامیتیه من یگان تایتر همینجا برو اومده یگان تا یگان چی گفتم برو رحمان و تاپگای ابلیس اگر یک چیز بگم منطقی پروست گپ زنی منطقی اقارا دشنام بخدا کو این رحمانوف تونستایده نه سمم دل تونستای ما انشاءالله شما را ما همون تبلتکه فهمیدی که شما را لیچید میکنیم این چیزا شما انتظار باشه ما شما لیچید میکنیم شما فرهنگ سیاسی تو بالا میروه و خطو میخزین انقلاب میده ولی من اروپا نرفته انشاءالله ما شما نصیحت میکنیم خوب میشه کو برادران عزیزی من یا بسم الله الرحمن الرحیم کنه کو چی گپشید با چی گپشی؟ بعدا میرا گرفتن یک کاریو که صاحب شنی اومد آی خدای منه وای اونجا دیگه جبده بازم اینجا کیه در اینجا هیچ که دیگه نیست نه یاد
خوبیو؟ آقا السلام علیکم. و علیکم السلام. اکریان ببخشید همین آدمایی که پشت اموالی را میگیرن نمیشه در یک خوبچه دوزیم همون خوبچه را شبیده هم گیریم. ای برادر عزیز دشنام نتید ایشالا که آدم میشه اینا نصیحت کنده خب برو به اقارت به تحقیق به دشنام مرحمت بخت بیا خوبی رحمان رو بگو بگو رحمان چی کار کرده یگان خوبی را که گفته کردگی بگو نیست. یگان خوبی کردگی نیست اکریان باید ملت بخدا. برای آدم خوبی کرده ایتو خوب ایوب نه من برادر سلیمان در همین یک چیز حیرون میشم که همین حکمت همین تا کلی دقیقه میکرفونت وزن دشنام رو همین حکمت در من حیرون میشم که یه حکمتی که همین قا بگیم که همه چیز داره همه چیز پل داره اروژیا داره لبوی چی داره شما یه آدم نیافته که برای مقابل این مخالفین با فکت با دلیل نمیدونم با چهره خودش یا استودیو بکشه در یوتیوب بگه که مردم همین آدما دروغ تو میگن فهم تو میگن مغز سر تو شوشته استودیان یا کلقاقی یا امره من وره نه سیکه داره نه صورت داره ما پوبلیچنی اوقیت توبه کنم خدا برای یه جا خوره ما حیرون میشم که همین حکومت نتونست یا آدم تربیه کرده در 32 سال یا چیزی که عادی ای سویت ای ما را نتونستن بتیان مردم شریف تاجیکستان اگر کسانی که ما را میفهمه سویت ما خودمو استحصال میکنیم سویت ما دیگه جونا میوریم سویت ما خودمو استحصال میکنیم به خودمون میرسه با زیادی مینه نه که همو ای قاگ اومتیان ویش هم میفروشن پلش پال نیراز در کیسه شونه کوبیوی رحمانوف دکازات بکنه که همه پلی که 20 میلیون دلار ده همی تا ماه سنتیبر فروخته همو پل اومده در بودجه تاجیکستان درمده در گیجو صرف شده همین آخرونش هم میگیم این همی 10 سال آخر نمیگیریم این همی سنتیبر این هم تا همی سنتیبری 2023 را اینا در این سوالا جواب ندارن در این سوالا اینا جواب ندارن این کامنتاری ها این بچه تو افتانه شد مگر اینجا باید همون کسا گیرم معذرت تر بمونم همون کسا معذرت تر مگرم بمونم که اینجا کیه کو برادرای قندم همینجا بابی همینجا باشی اگر کویا بنویس در همین کامنتر یخته معذرت تر بمونم کیه در اینجا من میگم ای برادر عزیز این همین تای همین سب شنیده یا که در همین تای همون ویدیو درو سیلکه موندگیه همون سیلکه رو میچقی پراموی پیش منت میوره یگان سورا نمیخونی سلام و علیکم السلام برادر عزیز همینجا بابی اگر همینجا باشی بنویس بابی همینجا باشی بنویس در کامنتر یاده معذرت رد بمونیم اینجا چند کسا همین سرشون میخرن کو فرهاد پولشا نفهمیدم فرهاد پولشا همه عبدالله خطی برادر کو بفرما کو برادر سلام علیکم اومد بگریخت
بچه این چی با کامنت های خیلی شیدن. سلام علیکم برادر عبدالرحمن، خوش آمدی. سلام علیکم. ایجا کیه؟ بابی همجا نوم تبو نویست. بابی بنویستم مدیرت رد بمونم همجا یا نه؟ چی نویستی؟ بابی بنویستم من آخی بدونم که کی. همجا اده مدیرت رو در کره اده کسا مدیرت رو بندان در کره. نه بچه هم سبشینی چی خیلی نابود میشه تیز. یه بارگاه بنویس که جا چی خیلی سبشینی تیز دیباد برماده سودیم. کوین اینجا این همین اینجا که من تره چی گپ شید؟ مدیرت رشیدی یا که نه؟ خوش. آیا بکلا در باش اگرم بود گپ زنی. خوش برفت. دانومت بمرم پروردگار کو بیا برادر عزیز. سلام علیکم. وعلیکم السلام. سلامتی. تشکر زیاد. من همین شما نفهمیدم گفته که اکه الماس من مدیره ترته نشناختمت. مادر آره چطور همه مرسکر همه دیگه مادر نمونه همون مادرت اصلا مادر همون کسینا مادرت که من میدونم چیده مقصد چیه ایجا میدونم یا خیزبر مبارزه را من میگیرم من میکنم. خوش همین نظام به طرف نگیدم موزه رو موستم یا سوالگاه بسن آوازه دستم. نگاه که من به طرف فقط دادم سویت شده دسته اخشا کردسته بومسیده شاول شونه که دل سویت موری به طرف خداین به طرف به شرف های بود یا به شرف رو دا بگذارم خدا جون هدایتشون کنه. خوش نشونه اینجا اصلا یکم شده دیگه نشونه یه نشونه بار که همه بابی نوشته شده. الان برای خیلی چی کاریشون نشونه مادراتره همه چی را بود حاکم آمدن بود در همه تولد باید مادرات را
Tamam kazan düştüm tamam kasıyla durmadan bir sigara kut dış kokulda sürsün. خوش سلام علیکم مردم بیای تیک تاک بیای آخه یوتیوب بیای تیک تاک اکا ما طرف ما تیک تاک بس بینیم Elda تیک ki تاک çok ama didim bağlama açıyor ve iyice pansa sıra durmadan sürüsü yardım kız. Ya o zaman mesela durmadan düşman kuvvet hadi aslak bu da aslak ama duranlar او توزیع مردم دیدم ما هم را تنگه فرهنگی سیاسیش برداشتن در کار مردم ما را باید دو فرهنگی سیاسی را می‌برداری که گفتی که فلان بلا من می‌خواهم کامل کاملی بودم نشانیدگی بیان برنش بودم نشانیدگی همین چیز سوی مثل همین بچه یگون کس همجا با نتیجه چهره یگون کس با چهره نیسته ها ما شو اینم ترکی خواکش بجو دیگر دیگر من نشون هم کردن که اصلا دفاع میکنم آره با چهره بودیم مطمئن دفاع میکرده با چهره بودیم اوه نه ولی انشالله روز خیلی پروبا بود ولی انشالله که ای پگا Önce sakin solu. Halkat, barakat, kısratan önce dekları nasip, davi rasyan, üstü rasyan, diye, nasıl az biraz geç, nasıl orayla bura, ha برادری عزیز میگه که bağlamura, من بالا برار ای مردم در تای همی نوار سیلکه موندگی چخیلی در اشورف مدروی چخیلی در برنامه منبری مهاجر همو سیلکه همو خی گذاشتگی یگان خی دیگه خی نیست dami ki amonu sakata kamentara, amonas kamentara, da medreki önce, اینه diga, کامنتاریش اینه بوری دیگه ne de اینه بوری kamentara, da دیگه neyse ne de da koyun, اینه در sürükatay, کامنتاری بوری دیگه موندمش همین سیلکه همه چقی پرمای امجد میوره یا برادر دیگه اومده است که بیا سلام oradan علیکم tam vurdurma gelmesin, ne ki Odamı içine aldırmadan mı? نظر اومد برفت این همی کامنتاری را موندم Daima anlama durma. 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 Sana durmadan ne farkı? Tabii ki şunu da durma. که بیا سلام علیکم السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. و علیکم السلام برادر عزیز اگر خیلی مهاجر باشه کامیرا تا بکش برای که چه بکشیم بچه آجی چه؟ بیست Bu amca tanrı. هم خیلی گپ زن که آوازت میایه من کامیرا تا کشتن نمیتونم من کامیرا آواز تا کشتن کشتی نمیتونم من کامیرا تا کشتن نمیتونم اما خودت یه هیلش که بیا جای کسی دیگه این amca mikrofonu komentare ama sas koyuyor. Bu da bulan kamerada kamera برادر فرهاد خدایارو خودت چه جای رزریشت کردگی نیستی نمیتونی درمده این جای برادر دیگه هسته اینو شما نمیتونه درمده اینه برادر محمد چه جای رزریشت کردگی نیستی رزریشت که بعد برای کی حالا بله بای Mağdar hamle çok bahsette ki daha bahsettir hem irmak hem mağdarı tutkulu boku var.
آها اینجا میای اینا چقدر که من مدیراترت بمونم ترا. آها ترا من چقدر مدیراتر بمونم. Raymond, هی Hadi sözü. یک دقیقه اینجا کوی ارمان چی بگو کوی برادر فاروق بیا بفرما کو. سلام علیکم فاروق. این مردک. سلام علیکم. Vay kamera takılır bir şey. کامیرا تا خودت بکش من کامیرات را کشته نمیتونم من فقط آواز تا میتونم کشته. خوش اینجا این آشنا توجی که من و برادر عزیزی من بیا بیا سلام علیکم. سلام علیکم. Akıllı köprü sürüyor. و علیکم السلام. خوبی تنجی سلامتیات خوبه. خوش اومدی تشکر. به خوب است، برنامه سلامتی 500 خوبه. پلوس خوش اومدی. سلامت باشه برادران. همون تیک توک در همین ویدیو ها در همین شکل دارم. در همین یوتیوب. انشالله که ایس Hazimat باست اینجا tasarrufu. Hazimat tasarrufu. Tamam oraya bakın. خیلی اوور سوز نمیاد که خیلی هست اینجا. آوازت رنگی بلبله خیلی با هم خشروع که ای من خشروع میتوی من نمیدونم تو تلفن تو چه خیلیه من با کامپیوتر در مزد همی کچ استوای من بیزه بای چون نه سوز میشه بودشتن بایی بابش میکنی. حالی این خم مبارزه برایم iPhone رو bakın. کواسه اگون چوپلوس اگون سوال داره اگون جواب داره. چوپلوز اگه جای اینجا کو بیا بسم الله الرحمن الرحیم. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بهترین برادران مورد بهترین با ویدیو کردیم مثلا 500 پلوس سر دادن خوب لیکن اوضاع صدا داده ای بی کدومه برادر الماس غیر آواز خودت آواز همه آواز صدا داده است. من آواز خدمت دوباره شنیدم. اینه برادر فرهادم آوازش دوباره میویم و در صدا میتاد در استودیو غیری آواز خودت. میرم اینو را значит یا آدم با فکر من برآوردن که برای که جمع روزی سه آدم پدریت قبول کردگی هم این نمیشه آواز کدام گپ زد کو همش آواز صدا میتاد. این ما آواز خود مبرد نشنیدش نه. این ای برادرم این اجازه بیستم خیلی اینه. من مدیراتر مونده نتونسته شدم. هرچی تو ویدیو ختم بگیر بای. بگی یا مدینات رو داشتم شکر تو دیم. شکر تو. Ya tamam böyle bir de romayla bak şaka. منم میگوی که چاپلوسم. Ne ya şey. نه میگم هیچ چوب. آخر این ناو بسیار تو ناو چوب بخوام داشتم دارم. مدینات رو ایران مدیرات رو نموخی. سراشی من نتباره مدیرات رو یا آدم باور کنیم نمونه. Ya tamam hadi.
Ora, ora, دیگر ستاسه ولی اینجا ما زیاد دقیقا ولی همجا یک آدم هم می نویسیم که مشکلی های تکنیکی را حال کنه. سلام علیکم برادر عزیز همین چخه مدیرت را میمونی؟ همین بر التماس میگفتی که چخه میکنی؟ زور میشید تشکر زیاد فرهاد خدایارов یک کار فراد اما برنامه در اینترنت کمتر میچسبم کنیم. برادر عزیز من ترا نتونستم مونده چه خیلی هم یک بودم همجا من چی با که مدیره تر موندن نتونستم اوکی فرهاد اونایی خکنیم خودت خطا مدیره تر موندی بلده استد بخدو گپت ندارم خودت خطا مدیره تر مونده باشی زور کو همجا یکان چه کور که تپشه نیشه اکه الماز مرا هوپا کو اکه الماز میگم مرا مدیره ترمون هم سابشه نیوه کور که سلام علیکم فرهاد برادر و علیکم السلام فرهاد برادر برفت پایون اینترنتش سستای چیه بارک ها من اوز همین عکس یشیدگی کس دیشه بلو کنم مدیرترش میمونم سراسی نناشه بخون یک آدم بیستو دیگه موندم برد اما هر یک مخلص دوره دست شبولو کنه که مدیرت رشون بازی برای همین جا درمدن این همین سیلکر همه اونم کدمت زوق داری مرحمت که بیو چخ چخ کنیم من راستش اونجا کچی تو ویدیو نداره این من خودم گم شدم برو واردی کو اوز دستای خیلی میشی اومدم بایونه نه بیا اون اگه و همه دی کارگری موینه حالا یاد میگیریش دیگه خیلی جوار نشد یاد میگیری انشالله برو آمد بچه همه کار قین ده همه دنیا خورده نه ده رو سه بار ریسک می نمیخریمش کمش نه انشالله همش یاد میگیریم یاد میگیری فاطمه گل اکه الماز من چاپلوس نیستم چند کس روزه پیر دوام 317 کسی 320 کسی بازی 500 چند کس بود یعنی پد پیشگوی من اصلا دلی زنده بودیم یکی مردم دمی مبارزه خون تشنه مبارزه مردم بوده اما میخواه که نمیگه از خونه که من اگر بزنه یک کاری انجام بشه 66 لایک موندین همگی کانت اونا بزنی نه گپ در لایک نیست من بخدا برای پدپیست برای لایک من گپ من میگم گپ صاحب شمی و کاری نوخی ما نمیگیم مقصد باید میشه دیگه میگیم
О, мо муфтизи лайк масахид фароз меги фароз, 300 чанд каса 66 лайк зани 3000 агар буд ра агар ами уровень қадим рава 6 мумкин ки 6000 значит мумкин 3000 одамда мумкин 600 та уже kada лайк шава нормально майда мачалашам хеле не, я унагиш. неки овоз садо додестан овоз асоста Оғоз шумо ҳам хелай. овой нама овоз ма дубора шунавиштам Шумо дар громкост мундаги чумам телефонтуна. дар громкост неста овози ҳамаи бародарам хеле ғайри овози ту Ку овози гап занда? хейна гапам занӯ хелам овози ҳам садо дест Ку ин як каси дигам биёрем. Салому алайкум. Assalomu alaykum va rahmatulloh. инайрам садо додестаем Barodar, gunohingiz hozir xo'bmi? Ташаккур. Barodar, mo dar qo'mitаи din ko'rkagi, masalan, Imom Xatib ko'rkagi ҳамин овози хиста бародар ҳамин гарзеста ҳамин овози хиста шунавидеста буразна dar efir ovozim dubora meяд. Рози беда. охи Рози бед. Ку я бор биё бугу. Dar efir ovozim dubora meяд. Na ovozi xita kishdi. Не, ман овози худма киштам ку мегум ку айки овози ҳамаро киштам ку худат гап зан ман овозма бикишам ку чӣ хела. Barodar, ovozim man nameshnavam. Овозта намешнавӣ? Na o'ylash kerak. Не, ман мегум микрофони худма бикишам ку овози худат гап зан ку чӣ хела. Mikrofonni ko'tarib kishi ovozi man bo'lmasa. Обо, безеб ку. Агар не хел боша безеб. Ин бародаро микрофонашро киштем. бача гӯш кӯли алмаз гӯш кӯ бародар овози микрофон такишти бародар овози хича нашнавид ягон овози ӯро шунавидем шос чӣ ҳамин момента овози худма гӯш намешнавам яке овози шос чӣ Barodar, ин овози микрофони хита бикиш микрофон та як бор бикиш айхита алмаз айхита бикиш ин ҳамин момента овози ман рафтеста студияда як кала табуҷумон ин овози ман рафтеста ман овози ман намешнавуму ва фикрам ки эхо намета дигаруда правильно ягон каси дига боша гап зана педута Durusти. Barodar, mo dar Значит, айби baxshi худам din дай. значит айби хиста ягон микрофони худ ягон проблема дора ягон мушкила дора Не, айван интернетам бақувватай. Интернетам хеле. гап дар интернет нест ягон мушкилот дига иҷа бародарно биёрем. Ин хебо икрами хуб шава хуби тенҷи. Баша та хов надори хай мана гӯй ку ман зарулам. خواه ما چند سال شده درست با خدمه چندین سال شده خواب Barodar, almas mo dar baxshi din ko'rkagi dar Imom Xatibi kor kardagi misol darbораи бигем ки чӣ гуна давлат бар зидди дин мубориза мебарад агар саволҳое бошанд мисол чотка савол битен ман чотка ҷавоб бидам. биё ишони Фарҳод. Бисмиллоҳ кӣ. چی سوالو نفهمیدم باشه мега ки ман дар мадрасаҳо кор кардагем оид ба дин агар ягон савол боша марҳамат худат бародар дар тоҷикистон ё ки дар ки ҷои навақат як чанд рӯз баромадагем. نوی تویستان باشه بگه 307 گوش کشو بگه میاد ягон савол нест дар бораи ҳамин чизо. Мисол ман рӯшан дурусттар аниқ
دقیق جواب بده. خیلی دقیق ما می فقط دوی با مبارزه از سوال داریم گفتنی هستیم که یعنی برای جانا کردن مبارزه از دید شریعت چی باید کرد که همین مردمی که امروز همه بیدورانه خشونه به خواب خواهی بیدورتر شوانه از دید شریعت باید چو کنیم و چی مسئله میکنیم چی مشورت میکنیم ای شریعت که پرسیدی همین شریعت خود زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم خودش همین شریعت همین رو میگه. الماس رسول روایت الله بفرست صلی الله علیه و سلم رو تا بکش شوی رو هم جبهه تبلیغاتی داشت و هم جبهه عملی داشت. هم جبهه تبلیغاتی داشت و هم جبهه عملی داشت. یعنی با اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم مردم را تبلیغ و دعوت و تشویق میکرد برای حق، در همین بگیم که در همین حالت گروه عملی داشت که اونها از یک طرفی که مثال بر ضد کفار یک بگیم که حمله میکردن، یک وارد عمل میشدن. امروز شما باید هم تبلیغاتاتون بینهایت خوب هست، در تبلیغاتاتون یگان خطاگی نیست، خطای کوچک است ولی خطا هم گفته نمیشه، ولی شما باید یک جبهه عملی داشته باشین که وادار کنین که حکومت با شما چیکار کند، گفت و شنید کند و او را ضعیف کنید. شما انا این ضعف شما همین است که جبهه عملی باید تشکیل کنید، ندارین جبهه عملی. و نگاه میکنیم که هر یک کسی که در همراه شما را همراهی میکند و در گروه شما داخل میشود، نظر میکنیم که انسان‌های با ایمان و صادق و صالح و آماده هستند، ولی یک از آنها باید شما یک جبهه عملی تشکیل کنید. گفتم درست هست؟ بله موافقم در این موضوع. یک تبلیغات جبهه سخت عملی است ولی تا اینکه او طرف مقابلی که شما بر ضد اون مبارزه داره، اون با سخن دیپلمات یا نیست، او با دیپلمات شما هیچ وقت توجه نمیکنه، با سخن‌های شما توجه نمیکنه. وقتی شما وارد عمل شین، بعد او با سوی شما دست دراز میکنه، وگرنه روز تا روز برای شما فشار آوردن میکنه. همین هست برادر. و نگاه کنید به نظر واسه مبارزه را علاقه دیده ایستادن که در بین شما همه انسان‌های با ایمان، انسان‌های صالح، انسان‌هایی که هدفشون فقط دین الله است و انسان‌هایی هستند که یعنی راضی هستند که در راه الله جان خودشون بدهند، در راه هدف حق، و اونها علاقه زید شما روحانی‌ها را استفاده بوده ایستادن. واسه همین خیلی تبلیغ رفته ایستاده است که همین روحانی‌ها را مجبور میکنن که تو اینکه زید شما قد بزنن و مردم هر روز روحانی ها بر ضد شما تبلیغ و تشویق میکنن در مسجدهای جامعه. هر روز علاقه با آنها وظیفه میدن، تلفن میکنن که مردم ها تشویق کنین و شما را در نظر مردم بد کنن و شما را تروریستشان کنن، شما را بگن که با مردم بگن یا خوجه خارجی دارن، میخواهن که مردم ها غلامی دولت های اسلامی کنن. انا این تبلیغ ها را برده ایستادن امروز. برای با همین شما یک جبهه شما عملی همین داشته باشید. تشویقش تبلیغی که حکومت بر ضد مخالفین میبرد از دامداها استفاده میبرد، آیا یگان نتیجه میده یا که برعکس نتیجه علاقه نمیده. نتیجه برعکس حکومت باز آبروی خود را روز تا روز پس بردن برده ایستاده است، ولی در مقابل فشار بالای مردم زیادتر شده ایستاده است. یعنی این حکومت هیچ وقت دیپلمات شما را قبول نمیکنه، هیچ وقت با شما معامله نمیکنه تا اینکه
ضعیفی خودش احساس نکنه. یعنی شما جبهه عملی وارد میدان نکنه، هیچ وقت با شما دیپلماتی نمیکنه، با شما هیچ وقت توجه نمیکنه. جبهه عملی تشکیل کردن مشکل نیست برای اپوزیسیا در داخل. اگر ولی نباشد آخه نبودنش مشکله. ولی اینها همین یک بهانه میکنند در جو اینها یک اشتباه میکنند که از سیاست بیرون برویند و اون کار عملی یگان چیکاری که بعضی دیگه جنایت اختلاف میکنند میکنند همین چیز استفاده. یعنی اپوزیسیا سران اپوزیسیا میترسند که همین چیز استفاده نبرند در نسبت ما. ولی من فکر میکنم که و فکر شما هم راضی هستم که اگر تو با عمل نگذاریم اینا نمیفهمن و خوبی دیپلماتی درست درک نمیکنن و در 30 سال که درک نکنده دیپلماتی با زوری اومدن اینا فقط به همون عمل با زوری ناصر میکنن. ما هم در همین نتیجه رسیدگی 90% همین مبارزینی که من میدونم اکثرا میدونن که دیگه با عمل اگر به شکل اینا ما وادار نکنیم اینا به خوبی نمیفهمن و هر روز دارن روز به روز همین جنایتشون زیادتر کرده شدن، فشار بالای مردم زیادتر و خیلی مردم هم خسته شدگیان. مردم خسته شدگیان ولی وقت لازم است کمی دیگر. ولی چیزی شما گفتید با عمل داشتن در کار حتما. در این من برای چی میگم که الان که تمام انسان های با ایمان در گرد شما هستند این یک فرصت بی‌نهایت برای شما، فرصت خوب هست برای این جبهه را تشکیل کردن. الان وقتش هست. ممکن دیگه این خیلی فرصت در آینده خدا الله خودش میداند، ممکن در آینده این خیلی فرصت دیگر در شما نیاید. بعضی مردم برای نیستی این رژیم بر تمام کار تیارند و اکثرش در گرد شما هستند. یعنی زیاده از 70% مردم امروز با شما هستند. همین وقتی هست که شما باید وارد عمل شید. چرا حکومت با سید عبدالله نوری چیکار کرد؟ تمام راه را برد که یعنی با اون معامله کند و 33% حکومت بر او بده، چون که خطر داشت، از او خطر عملی داشت. یعنی حکومت داشت. اگر شما هم همیشه جبهه حتی از اون در خورتر هم تشکیل کنه، حکومت با تمام راه یعنی شما را چیکار میکنن؟ مییابد و با شما دیپلماتی میکنن و با شما شاید خود الله خودش دانست در آینده چی میشه. بعد یک تبلیغ دیگر میبرن که ما دولت دموکراتی هستیم و دین از دولت جدا هست پس چرا در نگاه کنید در دین همه اینا دخالت هم میکنن ولی دین حق نداشته است که در سیاست دخالت کنه. بله همین قانون در کنستیتوسیا وارد کرده است که دین از دولت جدا است، ولی وقتی که کم زورشون میاد برای منفعت شخصی خودشون دین از دولت جدا نیست. اینا تبلیغ میکنن که واسطه همون داموله ها در مسجد ها همه کارشون تبلیغ میکنن. ممکن است برای دین در این صورت از سیاست از دولت جدا نیست. وقتی که برای مردم، برای اپوزیسیا، برای دیگر دین از دولت جدا است، برای اون نیست، برای حکومت امروز نیست همین دین از دولت جدا. که این هم یک از نقطه نظر قانون یک جنایتی است که اینها بازی همین مردم استفاده میبرن از این و برای منفعت خودشون، لیکن برای دیگران جدا از دولت اگر نباشه. اگر وقتی که دین از دولت جدا باشه چگونه اینو میتوانند یکم که همین منطق در هم کنیستی آمادگی است درست هم نمیگیره به یکون چی دین از دولت جدا شده نمیتونه، برای که این دین یک چیزی است که 99% مردم مسلمان تاجیکستان خودش هم مسلمان میگیره، مسلمان هستند و دین برای حد یخل
برای 70% مردم یک چیزی مقدس است که برای دینش اکثرش جان میدهد. آماده جانشو بسپاره. چه دین از دولت جدا میکنی؟ وقتی که با در همه کار در همون دین استفاده میبری. این یک همین نادرست مردم از شما با آن خاطر پیروی میکنن که شما یعنی طرفداری هستید که مثال به خاطر دین مبارزه بردید. اصل باقی اصل همین تبلیغ شما به خاطر دین هست. مثال ما هرچند میفهمیم که جبهه شما در کجا هستید و چه سخنها برای شما جایز نیست، ولی ما میفهمیم که هدف شما اساسا هدف در خاطر آزادی دین هست، آزادی دین هست، آزادی مردم هست. برای همین گرد نوای شما همش انسان‌های اهل دین هستند، انسان‌های با تقوا هستند، انسان‌های نمازخوان هستند، انسان‌هایی هستند که انسان‌های دلسوز، انسان‌هایی هستند که هدفشون به خاطر دین الله است. برای همین فرصت استفاده برای برادران، فرصت استفاده برای خصوصا برادر الماس فکرهای خوب دارن، به حد احترامش میکنم، فکرهاش به نهایت فکرهای خوب هست، عقیده‌اش عقیده سالم هست. همین خیلی انسان ها برای شما یک فرصت هست که یک جبهه عملی تشکیل کنه تا اینکه اول ضربه های خود بر همه حکومت بیاره. این حکومت خودش هم نه تجربه جنگی داره نه تجربه سیاسی داره، هیچ تجربه ندارد. فقط توسط اساس همین بگیم که سلاح حکومت، قوه حکومت همین رسانه ها هستند و امام خطیب های خود ساخته، امام خطیب های بی سواد دیگر هیچ چیز ندارد. اگر شما یک جبهه خوب اگر تأسیس بکنید، اگر در تاجیکستان که 10 میلیون اهالی داره، یعنی 10 میلیون 4 میلیونش در خارج باشه، اگر 2% مردم بخیزه 120,000 آدم میشه. اگر با کوچه‌های دوشنبه 2%، 70% اگر مردم با کوچه بروین راهشون به هم میگیره، همش 2% هم 120,000 آدم میشه. 120,000 آدم ما هیچ کدام نمیتونه قتل عام کنه. سلام علیکم. ولی بسیاری از حکومتدارای بلندپایه هستند که مثلا ما آنها رو میدونیم، منتظر هستند که یک جبهه وارد عمل شود و از اونها جانبداری کنند و حق خود را از حکومت بگیرند. علیکم السلام. همجا برادر اومده کو بسم الله الرحمن الرحیم اکرام وطنه کو بیو برادر. سلام علیکم برادر بوریگر. میخواستم یک تا سوال چند. مرحمت. همی چی گروهی که شما نامی همین گروهتون چیه که موندگه؟ بانی دلنیک نه؟ دقیقا چی فهمیدی برادر؟ فرهاد؟ نه چی گروه های دوست نفر؟ نامی همین کانالتون چیه وابشیده؟ نامی کانال درخشان تیوی، نامی برنامه 500 پلیوس. 500 پلیوس، اوکی. شما برادر رو چی پلان دارین؟ چی مقصد دارین؟ مقصد همینه که دپوتات مردمی هم میخواهم رئیس جمهور شوم. برای همین برای خودم آدم جمع کرده شدم. امضا اگر خواهی درباره 500 پلیوس روشنی بدازم. 500 پلیوس معنیش چیه؟ موفقیت ولی که نخی با پریزیدنت همولم نشده. برادر عزیز همین رحمانوف تصادفی پرزیدنت شدگیه. یگان کس ایغه آوازش دادگی نیست. من امروز فضا یافتگیم میخوام که مردم به خودم جلب کنم. من مردم گفته هستم که اگر شما در من آواز بتیم من 500 سامانی تا سینی 18 ساله با فرزنداتون میتیم. همین کاری بیزه بای. همین رحمانوف 50 دیرم تا همین 32 ساله 50 دیرم نداده. بهترین باشه انشالله میریم به پیش. مرحمت گفتی گپات مورم هستیم. همین رنگی گروهی 24 نکنیم با.
بو چیکار کردم اون برادرها نفهمیدی؟ برادرها گروه 24 چی گناه کردین؟ یکم با فکرم که برفت. اول سوال نیست همین مسئله همین که زوک دیگه گشت دیگه کنه کنه این چه یکون یه نفری جوره افغان میپندگه دارم تو یه جورش مینه. یه جوره افغان دارم ولی نصیب کارشم یه جورش مینه. من الماس نیستم. دنیای فانی خواه چشم پردگیه وقتی هستی چوا؟ قراولی؟ بله قراوی همین چی هم ایچه وای قراوی همین شبکه اجتماعی میشه بار کشم من دنیای فانی من الماس نیستم. من بخدا نمیفهمم. یه نمود کامنتر همین نویسن که 500 پلوس و پیش رفت. این چی؟ من نفهمیدم بخدا. این که گیجا شد. همین داشتنامش هم مدیریت رو بسیار بگیرم داشتنامو رو من سیکلش می نیستم اگر به شکل تنقید هم کنم از لازم فقط تنها همون چی نبوشه رفتن اونم بوشه مرده باشه قبول که دیگه اینجا میگم که لایک فراموش نکنی. که موقع با لایک ذوق نداریم. بخدا نه با لایکش ذوق دارم نه با پادپیسات همین نه که هوشی. سببی برای لایک برای چی چه که همین عدد بیننده زیاد میشود مردم با صحبت میشوند برو بگو نیوای بدولی نصیب کرده باشه. الحمدلله. یک فونی دیگه ایشالله باید غروب مینم باید خشوتره. همین برادر یاد دیگه در شب بخش دفعه دیگه دیگه تبریکم همین جوش نیم برادر همین جای شو پیشنهادهای خوب کرد یا دکتر یا اون سوال جواب بسیمش صحبت کنه که اون اگر چه سوال تیپ نظر اندیشه داشته باشه مرحمت جواب کنه تو بیننده و اینو گوش کنه برادر همینجا داریم انشاءالله یکم شما سوال‌ها بتین مثال ما با همه سوال‌های شما مثال صحبت دوام بتیم در تمام سمت سوال بتین انشاءالله ما بسیار خوب مثال ما در همین تاجیکستان هم بدیم چند روز پیشم مثال دائم برنامه شما را پیگیری میکنیم برنامه مثال خصوصا برنامه برادر محمد اقبال در همین مثال شما فعال بودیم مثال سوال بتین ما داخل شما را جواب بتیم مثال چی که پیدا میشه و با کدام راه شما میتونید موفق شید. آوازی برادرش خیلی سال آمده شده آوازش کیناگی اومدم قخش رو فهمیدیمش که گفت که رای موفق شویتون گفت من میتونم پیشنهاد کنم. نه همین اساس در همه دور زمان همون ایده یا نظر همون شد رول اساسی بودن نظرهای سازنده از هم رول اساسی بودن برهم دادن حکومت و تشکیل کردن حکومت جدید این یک روزه وقت است ولی تلاش برای داخل شدن در میدان یک مشکلی دارد. یک خیلی اول که شورا میخواهد بعد یک گروه عملی جدی میخواهد و باید روشنفکران شخصانی که مثال سرداری میکنند باید خودشان در سطح همین چی باشند جبهه عملی باشند
و تبلیغات در خصوصا در زمان امروزه تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی در رسانه‌ها باید شب از روز باشد، شب از روز و اساسش همین جبهه عملی هست. همه کار به حد جبهه عملی شروع می‌شود. اگر جبهه عملی نباشد محال است که پیروز شود، محال است. هیچ با در اندیشه خارج شما برادر همین چگونه که امروز مبارزه از تمام ایده و حرکت های در از خارج به راه مانده شدن، شما فکر دارید که آیا همین تبلیغ هایی که همین برادران بوده سالیان به همین و هم به جبهه عملی یگان نتیجه نمیتیه؟ نتیجه میتید و نتیجه ای که شما موفق شوید با حکومت در دست شما در کوتاه‌ترین مدت بغل کرد، این نتیجه را نمیتید. این نتیجه را نمیتید. شما از اینجا دعوت میکنید هرچند که مردم با شماست، ولی ترس در دل مردم سخت جا شده است. تا شما را که در وارد عمل نبینند از شما پشتیبانی نمیکنند. یعنی در میدان از شما پشتیبانی نمیکنند تا شما را وارد عمل نبینند. وقتی که شما جبهه عملی که تأسیس دادید، علیه آنها یک روحیه میگیرند، بگیم شیردل میشوند. علیه دیگر مردم طرف شما تا بگیم که خیستن، مردم علیه میفهمند که ما اینجا خیستیم، یک جبهه داریم، یک پشتیبانی داریم که آمده چیکار میکنن از پشت ما، یعنی حمله میکنن. یعنی وقتی که نگاه که برادر خود خطی یک انسان بگیم که میدان در جنگ میبره یک به یک، تو وقتی که اکد در پشت کغت خطی که تو چخیلی جنگ میکنی، تو چخیلی میزنی. وقتی که نگاه میکنی که او اکا و دودر تقا و امکیش همش کشته ده، تو خود تو قید اگر 1000 زور باشی نمیزنی که اوز میگوی را بزنم میکشنم، پورا میکنم. مردم هم که ببینه که شما در پشتشون هستین، قوت داره که از آنها حمایت کنین، مردم همه میخیزن. مردم علیه یک که از دیگر علیه روحیه میگیره، همه با امید میشه که علیه ما پشتیبان داریم، همه میخیزن، انقلاب میکنن. و انقلابی که شما در بگیم که چند هزار کیلومتر دور باشه و دیگر مردم ددیله هستن، نمیگه که تو برویش، همه به خود بگیم که 4-5 میلیون مردم به خودش میگه که این ما بکنم مرا آزی میکشن یا سود میکنن، ما بکنم مرا میکشن سود میکنن، همه به خود هم خیلی میگن. یکی شما که یک لشکر داشته باشین، دیگر مردم از هیچ کم نمیترسه حکومت، دیگر مردم شیردل میشن، روحیه میگیرن. در همه زمان هم خیلی به هیچ حکومتی در سخن فقط شکست نخورده است. هیچ حکومت حتی لیلی در انقلاب اومد در داخل مردم به شورش خیزون. همه مثال همه گروه مخالف اپوزیسیا باید جبهه عملی داشته باشد. اپوزیسیا که جبهه عملی نداشته باشد سالم نیست، یعنی سالم نیست. فهمیده برادر؟ شکر زیاد فهمیده شد این نظر شما. واسه هم برادر دیگه والیش که بعد می روزی برنامه تا معین که فهمیدی الماس برادر насиб карда боша, вале як рӯз одами просто вай буд чӣ гум проверка кардам, эфир намешид дар омада, 1500 бинанда шидай, баъд нав ҳуишид, аки насиб карда боша, вале рӯзи барномаву боли шабҳошаб бисёр ай. Мегӯям ки рӯзи душанбе, сешанбе бимонемуш, барое ки рӯзи чоршанбеву шанбебозор ҷамъа ба ёд доранд мардуми мухолифи ашадӣ. мақсад мо як рӯзе бошем ки ваёра памех натием. иншолло як
گفتم گفت که یاش موبایل مو فهمیدم میتونه رو موفق نشیم میشه بگی نه انشالله من در همین خیلی عقیده هم که لبوی گپی که لبوی مخالف میگه کو صاحب شمیوه. مثال اگر در همین روز من برنامه کنم محمد اقبال اشورف کنه کو همه همینا بیننده میوان. من نمیگم که بیننده نمیوان، برای که در همین بازار اگر اهمیت بدی مردم میگرده میره هم یه جا خرید مینه. این یوتیوب هم همینه. ما یک کیوسک امروز بگیم هوی که اگیم باید ترگول سنتر دارن در بازار، ما یک کیوسک هوی که اگیم لیکن انشاءالله که برنامه های خوب میکنیم، همش خوب میشه. یک نفر دیگه اومده است که بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. من همین سر برنامه تا اینجا کسی نصرای چیزم آوردم. هم گفته هستم که سوال کردن دی میکروفون تا بکش آواز دوباره نه یا برنامه بزیر نشود. انا با اون گفتی گفتگیم برادر من 100% من ریزویم حرکت کردن در با گفتن دیگه همون اما سال همون خلیفه گوشان میکنم، فقط گوشان میکنم دیگه هیچ رنگی کلی همون چیزی دیگه ترکی سریال نگفتم در کره همین مساج درد نکنی بودی. برادر محمد من در همین چیز بسیاری بعد سخت قهر مینده با خودم بسیار آدم میبرن میگن که من همین یک کار کردن در کار. من گفته هستم که والله بالله تالله قسمای من اروپا یکم آدمی که میروه تاجیکستان همه آدم منم. بیاید 10 کس چه میریم 10 کس همین میبرن هم قادم میبرن کی میریم بیا بریم کدمیت زاو داری پل نداری. من آدم رفلی تبت ما زاو دارم پلم دارم رفلی هم که برام اینا ما زاو دارم 100 بار در برنامه مخالفه گفتم هم آدم سریوز میاد تا 100 کس پاتلی چات که بیا با خاطر چی هم گپا ما گفتم با خاطر که هم 100 کسی ما هم میشن سر پدر مادر اگر داشته باشه تا گوش یا پس 100 کس به 100 کسی میشوه میان اونجا دعوا یا گپ میشوه ما مردیم یا گپ میشدن همین تیر اونا انسان میمرده. من همین قشنگ ایستادم فکر کردم که هر روز خواب میبینم که پگای نخستم ای خواب تو باور می‌کنی در خواب دیدم که پگای نخستم مردم. برای همون کو این چیز ریالیه پگای میخیزی که نمیخیزی فهمیدی. برای یک کار کردن در کار که پگای من بخدا پگای میخیزی نمیخیزی من میخوام که پگای بخیزی نرمال نبخیزی که خواب نبینی. بخدا دم رحمان در خواب میداره شما باور نمیکنی. من میخوام که مردم سرجم شود تو که برای 100 نفر بسته همون داریم نخواهید ما بچه پدر داریم مادر داریم بچه توقعی داریم بچه خاله داریم بچه همسایه داریم جورا داریم همکوف داریم همسیف داریم همه همین ما را میدونن که همین ما مخالفیم. همه میدونن که همین ما هر روز اوچه هم میبرن اوچه من نچه ملیسه شده حدیثه بردن همون نوحیه قبودیون نچه ملیسه امروز برادر اولیا خیلیش روشانشون نمیدونن که در 3 سال 4 بار پرونده شده. یه مداری من یه مداری 70 ساله 4 بار پرونده جنایتی شدگن در همین 4 بار 2 بارش سودش کردن. یه بار 3 سال یه بار دیگر 2 سال دیگه سودش کردن. سودی دماش نیارش زراجش میگن یک کمپینی 70 ساله. ببیننده برادر چی میگم این برادر آلماز میگه که با چهره اینا همه ما با چهره میبینیم اینا همه ما با جای گرفته میگردیم. همین آدمایی که دل گرده داره ذوق پریوارو داره ذوق یک کاری داره که یک کاری انجام بده در وطنشون همه ما با چهره بیایم همین کارا کی انجام میده همیشه بگو با 20 سال دیگه گاو میزنیم. ای برادر نه برادر من حقیقت راضیم. من به خدا راضی نیستم. من نمیخوام که شما چهرات رو اینا تو بگو زنگ بزن اینا لیچکادا زنگ بزن بگو من لوبای همین خلیفه را گپ زدم وقتی همین گپ میگویی که بیا اینا بتیر از 100 دم 1000 دم همین که غیر نیه بریم یک کار انجام بدیم
یه میگم او بخیلی کورا چیکار بخیلی کورا میشه اون مرد قطعی گام میکروفون تا که برادر آلماس که اون دوباره اومده است بخش گام انجام بدم همین آدمی قطعی گفتی گپو دیپلمات یا گام میزنی آدم سخن ترا میفهمه وقتی گام میگوی اشکاش اسپراوید میکنه همین آدمو گام میزنیم گفتی همون چیزو که باگه کبیم نکری بوکو ایدی پاشول گفتی همون گپو که تودای پدرش گفته سر کورخچه انجام دادی سر کشتی سای کشلارو دی مردم محکم کرده سای همه کار انجام داده سای مرد فهمیدی همین گپ همین برادر که گفت اوزی ما 100% ریزویم 100% به مبارزه نمیشه وای کار با گفتن رنگ کینه همیان میشه برنامه شما ایشان نرز بفهمین اون هم جامعه درویه من نگاه میکنم همین کم اومدی با برنامه میکرد 500 کس نمیدونن خیلی 100 کس 200 کس هم خیلی سرشیزدار این حوض 11000 12000 برادر تا 15 16000 آدم افیر دمه دوره تماشا میکنه یکی رزولتات نول میگه که برنامه مثال گپ که نه یک خیلی فکر ایده اش میکنن برنامه خوبه برنامه شما خلاصو اینا اسکرادات ما فهمیدیم گفتم تو که چشمون روشی دیدن مثال نمیفهمیدگیش فهمید ایسوس دیگه آخر با گفتی همون برادرم که جبهه مقاومت تشکیل کردن در کارای کو آخه وایور نکنی یک کاری انجام ندی اون مرد قطعی گپ نمیزنه چی میره درک نمیکنن همین آدمو همین سبب دا چیه چی درک نمیکنن در موضوع خود درست میگوی یکی از سبب‌های 5 سال قبل رفتن این مبارزه همین است که من با چهره اشکال دعوت کردم با چهره اشکال گپ زنی با چهره اشکال که گپ زنی دو ایرپورت به کارت به لطف میکنن برای وقت برای همین با چهره اشکال همه گپ زدیم میمونید همینجا با چهره اشکال در کار نیست دیگه با چهره پنهان گپ زن دو داخل در کار انجام که خانش نه همه ما با چهره گپ زنیم بریم در اروپا بجنسیم بگردیم اونجا بعد پیروارو تکی میکنن اما تا چوی مو کی نمیمونن گپ نزا های بچم گپ نزا های خب های میکشنن های خیلی میکنن های پرابلم میکنن اما پیروارو میکنن کی پیروارو میکنن بگین شما کی میکنن همه ویزم همه خلیفو دا یا بر اندیشه کنین 100 دونو هم باشین یا بر اندیشه کنین هم جون دا نو کلا اومدگی یا بچه شما پای درجه بعدم نه خوی گپ میزنی میگه خیلی گپای نگاتیو نی دای برنامه نگو آخه گپای نگاتیو نه بتن 1000 آدم 2000 آدم همین مورا کشتن 1000 2000 آدم پدر مادر مورا مگر هم جانشون گفت گپو تنگی کد رفتن جلب کنی فکر که 1000 کس باشد 10000 اگر هم پدر مادرش تو قبل 10000 دیگه جلب کن میره همه بودا میکشن نیکو آخی نه همین موردی اون که گپای نگاتیو نزنه اگر با این گپ زدن باشه 50 سال دیگه هم که گپ میزنن هیچی نمیشه گپ نگاتیو میزنی با همین میدان بوکس برو اگر تو بامش نزنی و هم سر میزنن میکشه هم دونی میزنی سر میزنن هم خیلی اکنو برمادیان همش فهمیدیم برادریم بروز برمادیان به خاطر اون میترسن که از سیاست بیرون نریم گفته جنایتکار نگن گفته متهم نکنن برای هم میترسن اینو میخوان 100 فوق میخوان ده برادر ما 100 بار دادم برنامه دا گپ زدم همین گپ گفتم که همین با مقابل یا آدم جنگ کردیسای اینا میاد با خود فکر که آدمی با عقل اینا فکر که یا آدم افتماد داره ارجوجا داره اون طرف میپرونه که دستی خالی میشه یورا نگاه کرده میگه کبیو مرا پرونه هم خیلی مبارزه میبری اوخی نمیشه واکوخی ترا مجبوری کو یا گفت که میدان جنگ میبره یا آدم میزنه ترا باید بزنی کوخی یا که بهتر کبیو مرا بزن اینو هم خیلی که میگم این دو بزن مراسه و چیم هم گپ خطی خیلی نمیشه اوخی زیاده ای 10000 ای 5 تا 10000 آدم برای هم مخالفین محکم کردن طرفدار یا گپ زدن یا لایک میدن یا چی روون کنن یا عکس روون کنن یا کل کنن محکمش کردن ای 10000 زیاده این هم اکا ندارن دودار ندارن پدر ندارن نه مادر ندارن هم صحیب ندارن هم بودم و محکمان چی باید پدر مادر فرزنده همون انسانو چی به خب خاموش های من حیران در نمیش میشنم
چی من همه آدما پتکلوچت نمیشن چی من دارم اینجا با پینهونی هم باشه با چیزی هم باشه یک گروه تشکیل کنیم اینجا با سیاست چپ چپ صحبت تلفن قطعی نمی کار حل کنیم میشه گپ چی من میکنم میکورا افیر نکنین ما این پوبلیک نکنین خراشو پوبلیک نکنین یک خب میشه واقعا میره با طرز دیگه میشه واقعا کار انجام داده بخمه طرز میشه نه تو کار میگم تلفن یک گروه تشکیل کردی با تلفن اون میرا مسیج دادین فلان روز تمام بچه‌ها خیس نمی چی گپ نه کمی هم جون فیدو هم وطن صدقه سر گفتی گپو من مرا بکشن موندگی گفتی گپو زندگی رنگ انسان ببرن سبا چیز نه فکری ما میاد ما چند بار این برنامه دا گفتم من میگه برای حق تا طلب کن او اینا من میرم حق ما طلب میکنم این همین مثال عادی برای همین مخالفا همین من میرم این حق ما طلب میکنم اینا میبرم با مرا زندان میکنم اینا میبرم با مرا میکشم با اصلا با برنامه رفتن میگیره 10 سال دیگه هم خیر و بیارد 1000 کس از 7 کس همه آدم ها جان فیدو هم بیار پد کلوچت کنین برای میکاره انجام بتیم مخوی این خیلی نمیشه او گفتم بگیری گفتم میگه برای حق طلب که او جا حق طلب میکنی میگیره 500 سال سود میکنن از سالنای بام ترسه خب میکنه میشینه این کار خیلی پیش نمیره جای ترسیدنش نیست اینجا رسم مبارزه که بودی جای ترسیدنش نیست مبارزه بردن در کن این همه بالا قطعا این اول چهره ما هوی میکنیم بعد چی؟ این همه را برای شما با این انتریا ویدیو دیگه هوی میکنیم میشینیم کچی مالا چک کرده میشه با هم خیلی کار بود میشه قایم برادر رحمت‌الله چی میگن سلامت باشید برادر فکرهای خوب عقیده‌های خوب اندیشه‌های خوب اندیشه‌های سالم بچه این درام دیجی اومده کن سلام علیکم بیایی کن انا قلب کی دای برادر با خدا فکرت روی کتابی کریلیکی گفتی دمان هم همی خیلی من هم همی هدف دارم که من میخوام با این مبارزه کلون دعوت چون کنم که هر حزب بیاد 100 آدم بتیه بریم تمام این همه 500 بله هر یک گروه بتا 100 آدم نهضت بتیه 100 تا 24 بتیه 100 تا دودو جان بتیه 100 تا حزب نئی برادر بتیه 100 تا حزب من بریم تمام بله 100% مریضو خود در یک حزب که 40,000 شما چند هزار داشته؟ ما 12 تا اینا 12,000 و 40,000 و 20,000 و 10,000 ایمان اینا 4 کس مثال اینا میخه نه خود همین بین اینا 100 آدمی که وطن دوست نباشه که برای حق یمی شهرونده و حق خودشون دفاع کنن ای بچه ده همین تاجیکستان به خدا قسم همین 10 آدمی همین گبزن در کره همین ناحیه ها آدم ها را جمع میکنی اتوبوسکی همین آدم ها ایجا 100 نفر دیگه میره همین تاجیکو کو فرهنگ شو رنگی همین ایندیا اگر همین دیا جو یک گپ شو کو همین مردم مورچه وره توپ میزنه ما میتونیم همین کارو را کرده 100% میتونیم ما همین کارو را میتونیم پروستا همین آدم ها پروستا همین کلونو را همین کلونا قطعی که 6 تا مسئولیت کردن دکو من نمیدونم من یک دوست توب نمیام فهمیدی من فقط به همین محمد اقبال دوست توب دارم تمام ببین ده برادر احمد ببین این اخیره در اروپایی میتونی که این اخیر خواهدن بسکرین که همین جوه نه میتونی که امیر مثال گفت بشینه سرجم همین مخالفو قطعی همین کلونو قطعی مثال گفت فهمیدی خیلی نیست خیلی گفت نیست ایش مثال بگه که من یک خم زدم گروه های ما در دیگهش نکرسی یا نمیکدم نمیچی کدم خیلی گفت نیست بشینه گفت زنه کنکریت کی امیر یک گروه های مخفی کی ده اشیر можно кусать заводчан а вот сейчас тут телеграм кур ватсап любой кор анҷом додан можно я бародару
در 5 سال 10 سال مبارزه نیوژل همین 1000 آدم وفادار جمع نکرده باشن هنوز. اما چه 15000 میشه دامون نشد 12000 میشه نمی 2000 هم چاپلوس باشه 10000 هم میخواد که ایزمینی شوه. این اگر دختی یا که 6-7000 دیگه هم اگر دخت نداشته باشه پلیبون 2000 دیگه شاید جونش چیزونش دیگه قشنگ زندگی شیطانی. راه‌ها بسیارند، راه‌های تغییر دادن حکومت بسیارند. فقط به گپ نمی‌شود، به عمل می‌شود. می‌شود که یک آدم همین کارش انجام می‌شه، یک آدم انجام 10,000 آدم خراب کنه، یک آدم. بچه این هر روز مثل فیگور میتونی این میگم برام نیم پیش کسی میلاد دب خدو والله قسمه هر روزی خدو فیگوری هم دستارم تو میخواد این میگم برام در پیش هم کسی میلاد برادر آلماز میکروفون تابش برادر جون برام اونجا میگم این میا پلاکات کنیم استعفا رحمانوف بگم хорошо اینا ما استعفا رحمانوف میگم اینا میبرن مرا استالیش بریم محکم میکنن یا میکشن ما برای ترس کشتن اونا ندارم یا برای محکم کنی ترس ندارم و گپ در سریه که با هم 10 سال دیگه 20 سال دیگه رنگ کینه همیون در نمیجه افیر کده میگردیم همیرا نغز باید درک کنن همیرا مخالفو نغز باید درک کنن این خیلی نمیشه و یا آدم یراق داره عروجه داره حکمت داره با گفت خودش قوه داره قدرت داره مخالفه میگن که با قطعی گپ داریم مخالفه میگن که باید این خیلی گپامون نزنیم که اینا جنایتن او آدم‌ها دستگاه آدم کشتگین هر روز آدم‌ها زندان کشته و حالا تجاوز کرده بودن یا جنایت نبودن تا جواب در برابر کار او جواب بودن این جنایت بوده همه کار اندازه داره کنش نه همه کار اندازه داره وقتی که سپیدی که ای دوره انسانی برام باید برای هم رفتار کنی که بفهمن ما فقط بیچاره‌نالی میکنیم نمیشه بکنیم بریم ای منولیم تمام واش شکر واش بخیر خیلی کار با پاسخ شبتی بس میکنه یا پاسخ فوتبال نکنه دیگه نمیشه آخه که فقط نه همیشه کرد همیشه هوشید همیشه میدونیم که میشه همه فهمید که جنایتکار و با تمامی صراحت با تمامی وایش مقصد با تمام معناش جنایتکارن تمام جنایتکار کسی در امروز میگه اگه پایانش نمیگم پایانش در نظر رو همین سیستم یک گروپان نو این حکومت نیست اینو یا مافیان یا باندان یا باندیتون شده نسبت به حکومت آبوش باندیت با آبوش ما آبوش هم یا شکل نظام میره با یا رفتن میکنن این باندیت با تمام صراحتاً همه باندیتن همین باندیت رو با باندیت فهمیدی با باندیت هم چیزی که هر باید همون خیلی رفتار کنیم نمیفهمن یا با خوبی من نمیگم متگیم در جلسه ها متگیم در آشکارا متگیم شدم میگم که نمیفهمم با خوبی نمیرم اینو با خوبی ای سری حکمت کی میگم با خوبی میدونم که بریم به این خیانت های ده حق این ملت فرگی هستیم ما فهمیدی ما رو اولاد نیست میکنیم سه میدونم ویو همش برای همون خواهی او ولنستا و دنموس میخوافن اگر 5 میلیون ما بکشن کو پروا ندارم ویو او خیلی وقت شد زنده مون اولاد شد زنده مون بله 100% کسی که این پس کو فهمید کسی فرما داره من شخصا یک آدم اولادندشم هم برادر مبارزه احترام میکنم کسی که اگر باشه که میگه که نه تایگه دای استیج نزن فهمید میخواد جنگ خرد پس نک فهمید افیر نک مردم احمق نک فهمیدی اگر این مبارزه ما ایدن همین مخالفه ما نمیدن کو اوی برای هم توجیه تغییر شدی بود بله بله کردن مردم موضوع نیست فهمید کلمش نباشه نمی آشکارا نمی من فرهاد خدای رو همین گفتنی هستم که ای مخالفه ای حرف ا تو حرف یاش کسش نباشه کسش که اگر فکر داشته باشه که با گپ میشود تغییر رو در توجیهشون کو و اشتباهی 100% کردگی اشتباه کردگی 100% و هیچگاه در توجیهشون این با خوبی با گپ اینو نمیشه تغییر
باید که گم کیره کیه بود چیزی زانشا نشون دادی سا چکو کیسه گمش که خیلیش انا درو رالماز برادر چوکه دیت باید کسیش نباشه اگر به همین عقیده باشه در همین اروپا مولگی و مردم همون خیلی هم 10 میلیون اهالی غلام شیدن و خیلی میروند هیچ گاه تغییرات نمیشود برای همین باید ای پلان بی اصطلاح کنند برای تغییر وضعیت بلوچستان اگر که نباشه اگر باشه که همین تیم که رفته شده همین رفتن بگیرن هیچ که تو 20 سال اینا 3 سال گوش نکردن من گپ زدم ختم گپ زدیم وقتی که دیدیم هیچ یاد نمیشود همین شنونده ما میگه که بیکار میگه گپی هوایی گفتن بگیره این بیکار میگه دهنی عمک گپش میزنه گپی بیکار میگه عمل نمیکنه وقتی که تو عمل کردی میگه که بس که همین اولام عمل کردی در گپاش همین گپ زدن که ای طرز جون نه در برنامه خیلی کنه در نوع سلاح نگیره نوع لوازمات نگیره تمام جای ما یک چیه برنامه یکی باید به همین گپ من کار حل شود و گپ حل نمیشود که یا میگن حق تا طلب که اخی ببینه که خدایا اکه فرهاد بخشش ببینده که همه میره حق تا طلب اینه تو حق تا طلب کردی چی کارت کردن این مثال عادی اینه تا حق تا طلب کردی چی کارت کردن من هم طلب کردم 307 دیلم کردن اینه 307 دیلم کردن در پایگاه قرار موندم در روسیه همه سطح زندگی خوب بود خیلی مجبور شدم که اروپا ترک کنم بیام نمیشوم خیلی حق طلب کردن میشوم در وطنیمون با فکری همیو میشوم خیلی یا بودن فکر که میشوم یا آدمی که نه حق طلب کردی ما همه چیزا که میدونم استوری همه ما هم رو تماشا میکنم ماشا میلیون بار این حق طلب میکنی اون مرد قطعی تو گاب نزنه سرقانون کار نکنه ای برادر ملیسا اینستیتوت صنعت خوانده یا گوام کالج خوانده یا مکتب میونه اومده ملیسا شده او وظیفه را سون داده خریده اون نه قانون نمیدونه نه یگون چی دیگه اون مقصد اون مرد پول کار کنی چه قطعی آدم تو میخوای سرقانون میگویی حق طلب میکنی حق طلب میکنی چه میفهمم در پیش گفتن همین یک مدل رو 70 ساله 70 4 مرتبه شد در ناحیه رشت در غرم 4 مرتبه شد غیر قانونی پرونده میشکن هر محاصره در چی تگیان زواج گیتگی حکومت تاجیکستان میگن میبرون قطعشون مفتش میگن برادر همین در کدام اساس هم آدم عبور کنه شدیم کمپی اساس تو کنی از زده نه نداره ما رو میفرمان کی میفرمان تو مفتش باشی چی میفرمان یگان قانون در تاجیکستان عمل نمیکنه برادر ما 6 ماشین در روسیه به اساس محکمه فهمی به یگان اساس به اساس محکمه عریضه ما در تاجیکستان کوی اگر هیچ چیزی ما عریضه ساخته نمیشه هم عریضه هم شکایت حق دلیل خطی من یوریست میام پیشنهاد میکنم همین آدم اساس به اساس همین پرونده شدگیان گوش نمیکنه فهمیدی در گوش اینو نمیدروه باید در گوش اینو دروازه نگید گپا فهمیدی باید این گپا رو برای قانون عادت تاجیکستان عملی کردن باید اینا بازوری فهمیدی بازوری فهمی کارا میکنی با خوبی نمیکنی با خوبی اینو گپا نمیفهمن اینو که مردم بازیچه کرده همین بازیچه دست چویکو همین 4 تا گوساله سیخر موندگان در اون صد وزیر کبیر چبیر مونایشوان یا گوساله یا وزیر نیست اون تایبه این گوساله سیخر موندگان اونجا ای پلی بودجه دولت زیدیان فهمید زیدیان هم حربیش تگیان فهمیدی اونجا زیدگی همین تدگی سوگی نه و یو سیام تا نه سواد یوریدیکی دوران نه ای گوشه انسان گرایی دشگیان هیچ کنه نیستن فهمیدی یک گوساله یک گوسپند یک الکش یک بانگی یک نرکمان فهمیدی یک چی هم فهمیدی همین میزنن چارز اپشن اودیت کردن میگردن در فکر نیست چی که در بانک چی که برسه نخو وضعیت در 15 سال حلش نکنی تا مالی پرزیدنت ایواز نمیشه آخه وضعیت در 5 سال حلش شد نه خب وزیر 15 سال وزیر باشه 3 دار با چه حکومت کراپشن نمیشه نه خب پراکرور 20 سال پراکرور باشه
اما کمات کوزی لانگی دست میدونی عروبا شکو بازوری کشیده بردست با خودو برنامه خودو قسم های باور کنی شما مرا هیچی ندارن و من یه چیز دیگه در حیرانم دا فکر میکنم هر روزی خدا فکر میکنم همین مردکا همین جوان مردای پیدا نمیشین خیلی بیاین فینانسی رو کنین همین کارا ما عملی کنین کاکونس مثلی مثلا همین برنامه‌ای که میکنه برادر محمد اقبال نامه ها از نوحیه ها فهمیدی همین در جای یا دزده یا غورتگره یا تای مثالی گابون اما چه شما اهالی نه ملت نه این قدر این اما چه ایبای نمی شما اگون جوان مرد پیدا نمیشه که مثالی گام نمیتونین بیان با خدا قسم میگم فینانسی رو کنین همه در دست آدم بتین همین هر یه برنامه شید هر یک کدوم جنایتش پیدا شید پدن الله تمام قطعی گوش قطعی دهان بینیش میبرید پدن الله تا زمونش قطعی سرش میتید دت شام خیلی که اگر نتازن چیزی میگوی بگو با خدا قسم حکمت تلخ کف میشه و برنامه خدا یا چی با نمیکنین چی با ما حیران اون از میگه که فلان چیز سرخه کشای زرده کشای اونو کلوب ده نمیکشای اجاره گرفته اجاره گرفته او قد یاس تاریخ این قدر کار انجام میده یا بگه 4 کارجام شین همین ایتاک شته سانتون همین نخو همون آدمای در کی ظلم کردگی هم وقتون میدونیم که جلب میکنین در برنامه مثال گپ چی رو میکنین نامه ها رو میکنین سوسو رو میکنین همون نامه رو کردن در همین بگه گفت یا پر سه کس جام شه یا طوری که در بکت پدنالا تا گوش قدی زونش ببر همین چشمش کورکو که پدر سرش بته بعد ما بینیم که چی تغییرات میشه نمیشه ایشو کاگ میشه همین 4 تا دوز دام طریق بعد حکمت یو یگون خلاصه دمیویا یا دیگه بار دیگه خیوشا نمیکنن بچه خیلی گپ میگه میگه در برنامه خیلی گپ نگو او خاچ که باید بزند بکشه تجاوز کنه همه کارت کنه تا بش فقط نامه نوشته باشی میشه و همتری تغییرات نمیشه و بیزت نکنه نمیشه ایدئوی خوب بسیار پروسا نیست جوان مرده که اینا برای کامید میکنی مثال گفت فینانسی رو بعد گفتی گپو ما چه نیزورست میوردم میکنم اینا بنزین پلیت هم میتونم برای پویدن همون گفتی گپو برای رفتنی همون برای گفتی گپو هم روی تای شتا دختان هم قدر زورمون میرسه نیکی نمیتونی بیا فینانسی رو بعد که ما زندگی ما در تاجیکستان مشکلات نشوه برای ما پای هم کارا شو تو چند قبیدن ما نو به توکلش بخدو چی بده دز بده یا دم کش بده و بر پدرش ناله دوخی خیلی نمیشه و بشینی فقط بگوی حق تا طلب که و این حق طلب کرده گوی نه پلاجینشون چیه حالشون چیه نمیشه خیلی نمیشه و یه اون کار انجام دادن در کار دیسپلیسی نکنن زمان خشدورا مکان خشدورا مثلا وقتی که اینا تبلیغ کرده گپ زده نامه نوشته جنایت‌های افشا کرده همین کارو وقتی اون گذشت فهمیدی اینو نمیبینن دیگه فهمیدی یا پراکور در نوحیه رشته یا پراکور یا زیاده ای 50 معلومه شد آشکارا ای سایتایش نمیسگیم این همین آدم این همین جنایت سالی کرده 50 جنایت 60 جنایت کرده 6-7 مقاله براش نمیسگیم دنبال نمیاد نوبای این سه موضوع توازیش کار کاری شده تغییرات چی نه پاویشه نیست پاویشه همون نوشته شده حیران شده فهمیدی جنایت خشت خونده کانش بلانش دیگه کانش 14 پوند نمیشه دام بانیسو گشته تمام رفتن یک کاری که کردم دول یگیتن گشتم بودیم با اوش یعنی شما چی همین وقتی که حکومت رو با تنازل میوره فهمی رو با زوال میوره بعد دیگه اداره کردن نمیتونه اداره اینجوری کنترل از رفتگی دیگه نمیدونم چیکار کنم فهمیدی همین جای ضعف رو فهمیدی جایی که چه گفتی میلنگان نه که نمیدونم کنترل کنه خشون فکر میکنه که به همون زوریه که به همین ماشینای چی حکومت به همون ماشین دولت خیلی هم میزنیم هم دست میکنیم همون پسود پراکور بلیسته و ارمیه خطی هم دست میکنیم که نگردن نکیده فکر نمیکنه که همین ارمیه که هم فرزانه مردم هم وقتی که بیزار کردی آدم را بجون بلاو شو آورده که دیگه به فکر تو نمیکنه فهمیدی من همین ممکنه آشکارو همه میشونم هم کردی که وزیر یا پریزیدنت یا کردی که نباشه که شما همه آدم رنگ من رنگ الماس رنگ برادر همه آدم شما یکون شما خودم جوتون نداری همین شما رو هم کنستیتوسیه که سال 94 قبول کردیم
همون کنیستوس اما همون خبر قبول دارم، همون کنیستوس قبول دارم. شما باید اکو شما باید وظیفه برای رفته، فهمی شما نرفته. برای چی نرفته؟ برای که جنایت بسیار سالی کردی بده استیس معلومه که ایمون سر کی ایمون سر تو جنایت بسیار های میدونه که برای لازمی تو میگفتن که ما شما را چی نمیگیم، شما با خوبی برای نه که با خوبی نره که میبرن شما را با خوبی با زوری. یکی تنیست که فهمیدی یعنی چهار مخالف گپ میزنن، فقط گپ خالی نمیشه. یه آدمایی هستن که دیگه با دیگه با پلن بی میگذرن، با دیگه کارو هستن میگذرن. من این قول تشکیلاتی هم کار میشود. بیزت اینا میکنن انجام دادن برکار سیاسی بابا علامت هم برنامه با 5 ساله همین در 10 ساله زمان شاه بودم ما دیدیم که هم شاه عدالت دیگه میکردن، تنقید میپذیرفتن. میگم که راست میگه برادر، انشالله برای این برنامه را 5 ساله 10 ساله نمینیم انشالله که من همین تیز میگیرم. شما میدید من هم همه دیدی افیر نرمان نشید تو برادر همه عزیز، دیدی من افیر نرمان نشید خاصی پرده عقیده سیریان من میخوام علاقه که تو را انجام اگر دادن نتونم رفتم، اگر نتونم تاجیکستان رفتم، میخوام یک کس کمک بکنم که این کارا بکنه. نه که من پیشنهاد میکنم، میگم که نه من راهبر این همین حزب، راهبر این همین گروه بیای همه کسا من نمیتونم یک خدم یگان کار کرده. همه تو هدف هممون نبودن رحمان فینه، هدف نهضت، هدف 24، هدف وطندار، هدف بیوطن، هممون هدف همینه که رحمانوف نباشه. بیای اگر برای رحمانوف همه کسا یک جا چپا کنیم، همه میخوایم که دولت دموکراتی باشه، هر کس مثال انتخاب خطی بیای به سر قدرت. نه من نامزدی من میمونم برادر فرهاد بمونه، خودت بمونه، میدونم کبیری بیای، سهراب ظفر، نمیدونم کسانی که میخوان رئیس جمهور شدن بیان بیستن، مردم آواز داد مرحمت. من این چیزا میخوام که به همه کلونا برسونم انشاءالله که من در برنامه محمد اقبال یا که خدمت یک ویدیو میکنم میگم که بیا یا که سرجم شیم کنکره دیگان کار بکنیم. ما را ای فایده اونده زلال مزیوته، همین مبارزه را ای فایده اونده زلال مود همین جامعه بسیار رسیدگی. زندانی داریم، نمیدونم شهید داریم، همه چی لبای ظلم کردگی انده بولمو تا حاضر خاموشیم خپیم. اینو به عمد باید نمیتونم که کسی به عمد خوجه خارجی که یکون کس میاد دستگیری اون میکنه. به خدا قسمه اگر ما مردم تاجیک خودمون نخیزیم، تقدیر خودمون همیشه تقدیر خودمون علش نکنیم کو یگان نه ازبک، نه ارس، نه خیتای، نه ایران، نه امریکا، نه اروپا در فکر ما نیست. برای که ما چی میگن زلاتای اسکاپ امی استوچنیکای کو مثال امی اسکاپای مکو کمای ما نفت گاز این خیلی چیز که نداره، ما خو اینترس نیستیم در نظر مردم غرب. برای همون باید ما مردم تاجیک خودمو بخزیم، خودمو یگان کار بکنیم. ما در نه مردم غرب در کنه نه مردم شرق بخدا فهمیدیم. ما در فرزنده بنانگ که همی وطن لازمه که همی کار انجام داده بکنن، جان فیدای همی وطن باشه. و اگر نه این کارو بیفایده های این همی افیرو رفتن میگیره، همی یک چه درک نه مخالفه کنم افیر بسیاری با چندی میره و مونده میشه. ما اول پیری نچاله همه برنامه رو توخیش تماشا میکردم. این خود میدونم یکم جای کلیپش باشه تماشا رنگی سریالش دیگه چی دروغ بگم، میدونم جای کلیپش باشه یکم بحثش تماشا میکنم، همونجاش هم میبرم میرم بود. این خیلی میشه و نمیشه و باشه. باید پشتی همی گفتم چی که پشتی افیر باید یا فرانتی تشکیل شود کی کاری انجام داده شود. برادر عزیز من فرانت انشاءالله که من خودم تحسیس میتیم کار مینیم که یک کار بکنیم. اینو میگن که برادر عزیز حق اونا بیا طلب کنیم. به حق طلب کردن گفتی خودت که ای بچه او آدم همه چی داره ما هیچی نداره. چقدر این جنگ میره به رگتکه و به سنگ به نمیدونو به کموغلک او جنگ گرفتیم اگرم یا چی خدید پنشاخه بله یکون چیز بگیری لااقل او امرت میدونه که همه چی دارد. من نمیتونم خطی حبیب نورمگمد خورم یک به یک بزنم کنیش نمیتونم. یه 4-5 کس جمع میشه میزنیشه یک کس خطی باید نمیشه. آنه رحمانو
و مثل همین حبیب نورمگомедов так шумо якас ягон кор кардаш наметунед. бояд мо сарҷам шем як коре бикунем. якин ба хубӣ мегем видеош менем мегем ки ҳамин корро мекунед ҳамин фалон рӯз кардем света конкрет денем света мети ё не полный безлимит мети ё ки не намети фалон рӯз мо инқилоб менем рӯз чем аян менем тамом пеш ҳамин рӯзи гуфтагимон мерем инқилоб менем. духи мардума бояд боло бардоштан дар кора. برادر عزیز دухи دیگه мардума дар чӣ ҳолат баъд холи гуфту микрофон то як минут ман суханма бигум бубинда агар ғалат боша баъд шарҳш бигӯ. ҳамин духи мардума боло бардоштан дар кор ба кадом шарт авз ҳамин ман гуфтум ки ҳамин сухане ки мисоли гап ҳамин барномаҳо ҳамин ноҳияҳо ҳамин барномаҳо мешавад номаҳо ҳамин ноҳияҳо ҳар як одаме ки инсоне ки ҷиноятш ифшо мешавад ҳамун бачаҳои ҳамун минтақа бояд 3 кас 4 кас 5 кас ҳамоҳанг шаванд. мақсад як бегаҳа як рӯза мисоли гап ҳамун одама биқапанд гӯша биниша чиш меша кур кунад гӯша биниша бибиранд. фаҳмидӣ ин совети ман ба хотири чӣ мегӯям ба хотире ки духи мардум боло рафтанаш ҳамин якта дута амирам хеле кунанд ҳам ҳукуматиё талх каф мешаванд ҳам мубориза пештар мисоли гап пештарак меравад тезтарак меравад ҳам ҳамин фикру назаре ки ҳамин мардум дорад уже анҷом мешавад. мисоли гап чӣ хелае ки як одам ҳақ мегӯй ӯ одам намешнава мезанад ҳамин чумод кардан мегирад то чанде одам чумо шидан мегирад тарсу шидан мегирад я нағз бояд мардум дарк кунанд. духи мардума ба ҳамин роҳҳо гуфти гапҳо ба ина ду боре нигоҳ кӯ навиштан раҳмонов истеъфо исусу ҳамин рӯҳияи мардум ман ба худо даватам мегӯям рӯҳияи мардум даҷи дигаре маҷбур мешини ҳамин гапа фалон ҷода ягон кор кунӣ иҷода намешӣ бинависӣ уже нигоҳ кӯ фикру назари мардум дига мешавад. мисоле мегӯям не ки хел намешавад ки мардума дар эфир биёриву дар қабзаву мисоли гап ҷамъ шавад фақат ҳамин як гап ҳақта талаб кунад. ҳеҷ вақт ин мардум ҳеҷ вақт ҳама каса як ҷоя намехезанд намераванд ҳақ талаб намекунанд. ҳеҷ вақт ин ҳамин гап ман мегӯям мардума як намуд ҷудо кардагианд ба минтақаву албатта дар ҳамин як хона агар 4-5 бародар бошӣ обязательно байнатон як ё милисаи ё бизай фаҳмидӣ ё тарафдори ҳамун ҳукумата инам хеле ба худо ин ягон ҷои шӯхиш неста. ман нотуғри бигум бигифтон дар ҳамин авлод билгӯт аста ҷо медем ҷо иштагӣ мумкин як бачаи амата як бачаи холата як бародарта фаҳмидӣ қатъи ҳамон ё ҳамкорӣ дора ё то 100% ягон ҷо мечикад ягон чи дидию гиргӣ мекунад меёвад тарафдори ҳамова ҳеҷ вақт тарафдори ту неста. ҳеҷ вақт ту вақти ин сухана мегӯӣ ӯ дар назари медонӣ фантастика метавад фаҳмидиса. ба ҳамин хотир бояд ҳамин корро шурӯъ шавад. ҳамин бародарое ки мешунаванд ҳамин корро жалб мекунанд ай жалбда илтимос аз барои худо ҳамин серавона нигоҳ кунед ҳамин одамое ки жалб кардагианд ё оташа маҳкам кардагианд ё оташа суд кардагианд ҳамун мисоли гап ҳамун золим кадоим боша ҳамун қаҳрамони ҳамун барнома гуфти ҳамун чизо бандити ҳамун барнома ё отаямро куштагианд ё ягон конкретни проблемаш кардагианд. охи ту номусут ҷуда виҷдонат ҷуда диги як кай дигата як дудаи дигата ҳеҷ намешавад бегаҳ шав бира як калтак дар пишти сараш биза як сёмкаш парто ҳамин ду се тамтарӣ шавад нигоҳ ки чӣ гап мешавад ватанда ягон кас дигар не ҳеро ки дуздӣ мекунад не ягон кас зулм кардан мекунад. баъд хатти кади ҳамин шуморо ёфти гуфти гапҳо дар ҳаққи ягон кор накардӣ аввалш мегӯяд дар сар камтари ҳамун як матали кӯчагӣ ҳастай дар мо ҳамин хела охи намешавад просто фақат бугӯй дуруст нест. ира ман ягон намуд қабул надорам. марда акбари ман ҳамаи мухолифоро ҳурмат мекунам эҳтиром мекунам ҳамааш тамошо мекунам ҳамаи барномаҳоро ҳамин последни врема уже ҳамин хеле шидагия ки ба қизӣ оли ҳамун объявленияшон мебурояд ман оли объявленияшон мебурояд пагада барнома сар мешавад ба худо медурам лайк ман мемонам пешакӣ баъд мебурам фаҳмидӣ оли барномааш пагада гани сар мешавад лайк ман мемонам баъд мебурам мисоли гап барномааш сар мешавад тамошош мекунам бинем ягон ҷо қизиқ ба қизиқ рафтеста ё битонам дуромада гап зада хуб натонам ҷонкарӣ мекунам ши тавкалш ба худо мебурам мерам бо ҳам ранги кинои мегуфтесам гуфт кинои туркӣ кинои ҳамун сериал чизиста бисёри баъдаш уже айнорма ки гузашт уже дига мешавад кор албатта ҳамин мухолифи ҳамин Путин чӣ ном доштам баъд маҳкамаш кардак маҳкамаш кард Навальный ҳамин Навальный барнома мекард ҳамин аҳолии калони ҳамин Россия қатъи ҳамин Навальный барнома мекард
در این برنامه‌های نوانی 8000 9000 تا 10 11000 ماکسیمم می‌شدم. من تماشا می‌کردم 11000 12000 و همین محمد اقبال برادر ما هم برنامه میکنه تا 15 16000 هم میره و این برادر در 10 میلیون اهالی جمع است اهالی روسیه جمع است یا با فکر کنید اون مردک با همون قدر افیرش مثال گپ این کودم خزونده و کی پیشکده تو نیست مثال گپ ما نمیتونیم میشوام میکر پروستا آدم اتریس نیست در کار من میفهمم که مخالفو آیاچ میترسن که مثلا یا جنگ جوش میشوه مقصد رنگ همون جنگوی همون میگن گفت همون چون سالی چوپلوسا میگن که سالی 91 اگه مثال گپ نتینجی میشوه مثال بعد میرن در کلاه یا میزنن گفته ای همیش میترسن نیست که جوی ترسیدنش نیست دیگه دیگه اگه جوی ترسش نمونده و همه دیدن اینو حقیقه همه دیدن این پرابلم و مشکلاتی زندگی را اما چه 30 ساله‌ای سلامتی قدی 50 ساله های در نمی رسیه همین ادامای کار میکنه نمی ما مثال گم 30 سال عمر داره قدی آدم 50 ساله های سلامتی یا قدی آدم 55 ساله برادر زندگی برادر همه خودت روزی که همه امام علی برق خفه تا هم از این شاهد چیزا دوست کم نکنن من روزی نیستم من روزی در اون حالتیم که همه امام علی باید پول برای دفع شود تمام پول نیستیم فلشکن شود برادر یک سوال دیگر همه فلسطین خود تماشا میکنی؟ کی را؟ فلسطین تماشا میکنم فلسطین چند هزار نفر مرده نفهمیدم چند هزار نفر تا امروز مرده همون فلسطین 11000 11000 تمام دنیا برای اون میتینگ داره پرزیدنت خودمون نمومالی ای سال 92 تا 97 یوده 500,000 نفر کشتگه عمری که ای دهانی خودش برامگه تو میدونی 500,000 نفر گجا میشه 11000 نفر گجا میشه تو میدونی یو را بیگانه کشتگه ما را در دنل خود میکشتگه همین روزا در تاجیکستان زیاده از چند نفر کشته میشود تو را میدونی من عمرشا نمیدونم که میدونم که همین روزا در همین تاجیکستان این همین جایی که ما گپ زدیم ولی ممکن در دون قدولای امنیت چند آدم آزاده کشته است باشه ایشا نمیدونم ایرا ما رسمی میدونیم میدونی برادر من خودم رسمی میدونم رسمی میدونم در تاجیکستان جنگ یگان ماه از سال 92 تا این بوده یگان ماه جنگ بسیدگی نیست ما همین روزا جنگ رسیسته ما را کشته استن لیکی رسانه ها که در دست او یک پیشنهاد همین وقتی مخالفان که میخواهند یک اقدام کنند اولین کاری میکنن باید رسانه ها را بزنن همین رسانه های تاجیکستان ها کجا باید بگیرن اگر که رسانه ها کار کنند بس حد 100 نفر کار بود نمیشن رسانه در دست او باشن همه مردم از طرف خودشان جلب میکنن در تاجیکستان هیچ وقت جنگ بس نشده جنگ رفته ایستاده خصوصا از این همین کشور اسرائیل فلسطین جنگ دارد مردم تاجیک خیلی حکومت هم که جنگ دارد حکومت رحمان و اسرائیل مردم فلسطین هم که زده است این هم در کجا دیدید در همون اسرائیل همون یهودی ها فلسطینی ها را کمتری 80 ساله تا گرفته زبون دیدید هم که نیست هم که نمو لیکن در تاجیکستان دیدید در تاجیکستان چه کمتری زدن یا اون کتاکی جوابگاری را کشیدن هیچ کار نمیکشن هیچ کار نمیکشن در کجای دنیا در کجای دنیا یک بچه نوار کنه دارن سیچ میکنن بچه اون نوار نبیره که بودن سیچ کنن اینه کجای که اون را معیب کردن دوار دارن میدونی را اون را معیب کردن دارن ببین برادر گپ ختم درسته اوزی رسانه میگوی گپ ختم درسته اینه که وی رسانه های تاجیکستان همه فلج شده شخصا من یک خدا دروغ نکنه 10 سال شده وجود دیگه هم رسانه و افشان تلویزیون تاجیکستان تماشا نمیکنم به خاطر چی به خاطر که فقط رکلام پیشوای ملت اجاره هوی کرد قچه غلطایش دادش اجاره قچه قتی هوی کرد اجاره هوی کرد این توالت هوی کرد این حاجتخانه رو هوی کرد فهمیدی سه همین را من تماشا نمیکنم فرزندای من هم تماشا نمیکنم همین اهل اوله من همش نظر میکنم یگام تیمون دیگه تلویزیون تاجیکستان پایتخت سفینه دیگه یگام رسانه رو تماشا نمیکنم یگام انسان
мақсад ай семияи худ мегум ай оилаи аъзои оилаи худ мегум ки ягон пеши 5-10 соли охира вообще тамошо наметунам. Мефаҳмем ира бародар. Гапи там ҷон дора ям чизе агар мақсади гап ки дар ӯ ҳолате бошад ки мисол миллион тамошобин дошта бошад расонаҳои Тоҷикистон, бале дуруст гапте ки якум кори кунам бояд расонаҳоро мақсад телевизионҳоро бигиранд ки барномаро пеш бибаранд. вақте ки як ҳодиса мешавад ҳама медавад ҳама одамое ки тамошо ҳам наметунанд медаванд бех телевизор ки чӣ гап аст мегӯянд ки ин ҳадисе мухолиф дуромаданд ау чанд нафара кешанд фалон дигар мардум аз коре мекунанд ки мардум нафрат мекунад ба мухолифон. барои ҳамин баъд як чиз дигарам мехостем ки ҳамин барномаҳои бародарои мухолифӣ дар медро гуфти худат ки як гапе мезанед ки мисол гапи чӣ бошад амал як иқдом мегӯй бикунед бародар саломат бошӣ бародар мегӯям мекушанд мисоли кели гапҳоро назанедам охир сиёсати беҳтарин ки натиҷа медиҳад сиёсати расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам аст. нигоҳ кунед ки вақте дар ҷанги уҳуд ки шикаст хурд бигем ки мағлуб шуд мағлубиятро қабул накард теъдоди лашкарабон гуфт ки шаҳидоро ҷамъ кунед захмиёро ҷамъ кунед як қисми дигарша гуфт ки аҳли қурайша мушрикои қурайша то маккаро айдақилшон буред найзабороншон кунед то даруни шаҳршона гуфт сиршон кунед. нигоҳ кунед сиёсат нахеле ки бояд ҳеҷ вақт мо ҳайбат бояд ҳайбат дошта бошем ҳайбат. нигоҳ кунед мавлоно абдулҳамид қозии зоидон аст пешаи мавлоно абдулҳамид чандта бигем сардори аҳли суннат ва ҷамоатро шаҳид карданд 1 сол 2 сол месозанд шаҳид мекарданд. нигоҳ кун мавлоно абдулҳамид 20 мошин охранник дорад фақат 20 та мошин фақат охранник дорад ҳамаш ба тамоми яроқҳо дабистоншон дар барошон ҳайёранд. вақте ки мехоҳад ки ба зоидон бияд ҳол буда шаҳри зоидон окружение мекунанд ки нигоҳ кунед эрон чӣ хел давлати бигем ки пуриқтидор аст чӣ гуна имконият дорад зидди мисол медонем ки мисол ҷанги мазҳабӣ аст не ки мавлоно абдулҳамид ки инсони олим аст инсони мутадайин аст инсони сиёсӣ аст медонад ки ба зидди ӯ чӣ хел мубориза кунад чӣ хел позитсия бигирад. барои ҳамин шумо мисол мухолифо позитсия дошта бошед шумо ҳам як ҳайбат дошта бошед шумо ҳам як гурӯҳе дошта бошед ки бигем ӯ ба шумо мутмаин бошад шумо ба ӯ мутмаин бошед ва мардум ба шумо мутмаин бошанд ки мо пуштибон дорем. бовар кунед то вақте ки саид абдуллои нурӣ буд ҳукумат наметавонист хеле бигем ки ҷасорат надошт метавонист ки агар як иқдоми ноҷое кунад лашкари ҳаст аллакай мисол позитсия дорад метавонанд дубора бо ҳамон кор кунанд барои ҳукумат ҳамдор бошанд метарсиданд. воле ки ҳеҷ ки дигар ки на муҳаммад иқбол на миллӣ кабирӣ ё ҳеҷ ки надоранд ҳамин як клик доранд ҳамон мошинашон заводӣ мекунанд мехезанд мераванд ресторан дигар ҳеҷ ки надоранд. мусалмон бигем ки шахсе ки роҳбар аст бояд як ҳайбат дошта бошад як сиёсати ваҳшиёна хеле ба ҳайбат дошта бошад ки ҳукумат дигар дасту пош биларзад ва касоне ки дар баландҳои мисол дар вазифаҳои баланд кор мекунанд ӯҳо бигем ки худшон аз тарафи мухолифо бикашанд як умеде дошта бошанд ки мухолифо пирӯз мешаванд ва дигар ҳукумати айдара худшон шикаст доданд. хеле мисол корои политикиро шумо байнобат бигиред. бародар аҳмад хоҳиш мекунам ки ба бародар муҳаммад иқбол иртибот бигиред дар ин масъала ҷиддӣ суҳбат кунед бифаҳмонед боз ба бародар муҳиддин кабирӣ ҳам як ҷиддӣ бифаҳмонед бародарое ки ай ҳамин бигем ки мухлиси шумоли шумо медонед ки дар афғонистон ҳамин 6% шуморо тамошо мекунанд бародарое ки дар афғонистон ҳастанд дар гурӯҳҳо ҳама мехоҳанд ки шумо мардум ба шумо эътимон доранд шумо вориди амал шед ва шуморо ёрӣ бикунанд. ин чизоро мо 100% огоҳ ҳастем аз ин чизо мо шумо эртибот дорем ҳамонҳо мунтазири шумо ҳастанд ҳамон ягон гови ваҳшӣ нестанд мо ягон буқаи ваҳшӣ ягон паланги ҷангалӣ нестанд ҳамон одам ҳамин шумо ва як ғариб ба мо просто тактикаи ҷангӣ доранд оружия доранд. ҳана ӯ бо ӯ эртибот шед мисол як коре кунед ки якдигаро ёрӣ бикунед ҳеҷ вақт фикр накунед ки шумо ҳукуматро дро мегирифтед ӯ дар ӯ ҷавоб месанд ӯ давида метрояд ӯ ҳам мақоми
بگیم موقعشون در حکومت میگیرن. ما یک فکری سالم کنه، یک اندیشه خوب کنه، یک باید خلاصه بیم بگیم برادر 10 سال 15 سال چیز ما سخن داره بیا وارد عمل شیم. ما هم فکر خود درازیم اکا. ما هم فکر خود درازیم. سلامت باشید برادرو. من میبرم ایفیر خانات بشترم. من وقتی خوب شمودم. منم خودم خداحافظی کردم. آدمی که همین چیزا تشکیل کرد خوب نداره. ساعت در جای 4 سحر شده سوده میگه چیکار شده؟ میگه من باید با پگه کار کنم به همه دیده. من گفتم خداحافظی می‌کنیم. به خدا فکرات خوبن. انشالله ما هم خیلی هدف داریم که منم یک برنامه دارم انشالله که خطی همین کلمات مخالف و یک هم صحبت شوم در یک مقصد میخوام بیاییم که یک کاری بکنیم. اگر بگن که نه اگر این کار نمینیم همین فقط بگیم که همین حقتون طلب کنه و همین این خطی همین قیامت میشه که ما به هدفمون نمیرسیم. بله. باید ما یگان کار بکنیم. اگر بخواید زندگی نه من خواستم زندگی ما تغییر بدیم تا فکرم به خدا اروپا اومدن نبود. همین خواستم یارو خواستم همین برمادم در هم جام رسیدم. همین لبا انسان اگر بخواد که همین تقدیر خودش ایواز بکنه میتونه که یگان کار بکنه. نه که اگر بگه نه ولی اون کس میکنه ولی اگر نه بسره حضرت عیسی قطعی امام مهدی بیا بعد انا اوچین بعد با ممکن کنه عدالت میشه با ممکن همچین یگان کار کرده شود. اتک تا اون محله که بیان نه یگان قبل نمیشه اگر خودت نخزی نکنی. منم ان شاء الله نیتم همینه که برسونم با همو مخالفه بزرگ گفتی خودم گوشم کنه نکنم بعد منم همو کمغلق خیلی اینجا گپ زدیم شاید یگان خلاصه در بیان برادر الماس امو عقل امو دو رفته تمداری امو انسان رنگی توری تی بزرگ که او محصول کلام او که وارد عمل نشدن تو برادرای هستن در برد و او مثال هم صحبت شده مخالفه کنن شما که دیدن که سرگرم شده بو در مومی پیونده مثال روش هست برادر این امو مثال میتونه که شما را یک لیدری خوشی نمیشه. اگر اولی که کلیک نکنی مثال پروسه این عقیده سالم داری هدف سالم داری هدف تو مثال وقتی که مثال ما هدف شدونی کنیم هدف از در الله کنیم مثال 100% میشود مثال مختلف مردم مردم طرف شخص میگردن که مورد عمل میشود نه طرف شخصی که فقط سخن میگن. عمل دیگه هست سخن دیگه. برادر سر تا بالا بگی هیچ وقت دشمن تا قوی نداره دشمن همیشه ضعیف کنه چلو سر بالا بگی فکر تا مثال خوب بگی یک دوی چقدر شو گفتی گفت اقدام که برادر بله اقدام که بود همه وقت در پشت هستیم خیلی گپ ختمه ولی ما شخصیت نمیسال اختار نمیکنم ما بسیار عمل قطعی ها؟ الله عمل قطعی بگی؟ عمل قطعی نه گپ خیلی خیالده بده میکنم بله مزا نمیتونیم انشاءالله برادر هیچ وقت احساس خستگی نکن فکرات خوب بگی یک دعای یک نماز دراز بخونده یک دعای خوب کنه بخیر وارد عمل کن. الله نگهبانتون الماس برای کار نمی جوره آواز تا باقی خدا نگهبانتون منم خداحافظی میدم. سلام علیکم و رحمت الله برادر الله و علیکم السلام. خدا نگهبانتون انشاءالله که ایس پس انشاءالله که ایفیر شورتر منیم روز میمونیم انشاءالله ذوق هم خوب منیم استودیو هم خوب منیم. باقی خدا نگهبان. سلام علیکم.